انسانی است. دوستان عزیز، ما باید امروز صدای یکدیگر باشیم. واقعا این بدن نحیف ملت بلوچ چقدر جا دارد که اینقدر مردمان این سرزمین به خون کشیده بشن. واقعا جای ظلم است، جای ظلم است به انسانی که هیچ گونه امکاناتی بهش ندادی، براش فقر، بدبختی و تنگ نظری انسان رو از تمام اون امکانات محروم ساختی. باز این انسان ها رو میکشی، باز این انسان ها رو به شیوه بسیار فجیع و اسفناک این انسان ها رو میکشی. امروز اگر بشریت، اگر انسانیت صدای مردم بلوچ، صدای مردم ایران، صدای ملت ایران نباشد، اون انسانیت مشکل دارد. اون بشریت، اون قوانین دموکراسی و آزادی باید دوباره نوشته بشه. دوستان عزیزان، واقعا دیگه ما خسته شدیم از این مسائل و مشکلاتی که در سرزمین ما هستش. ما باید تمام انسانهای ایرانی و تمام انسانهای بلوچ باید بخش اعظمی از راه حل این مسائل باشیم و بتوانیم در کنار یکدیگر این مسائل و مشکلات رو حل بکنیم. ما چاره‌ای جز این نداریم که با هم باشیم. ما دشمن مشترکمون رو، دشمن این جمهوری اسلامی رو باید شکست بدیم، باید شکست بدیم، باید شکست بدیم. عزت و کرامت و شرافت انسانی ما با از بین بردن جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. دوستان امروز ما نه بلوچ هستیم نه فارس هستیم، امروز ما انسان هستیم. به کلمه واقعی ما انسان هستیم. ما امروز برای عزت و کرامت انسانی باید جمع بشیم. امروز عزت و کرامت و شرافت انسانی مورد حمله قرار گرفته است. دوستان ما باید برای خودمون و برای نسل‌های آیندهمون باید از تمام این تفاوت‌ها، از این سلیقه هایی که داریم باید گذر بکنیم. باید واحد و یک پارچه باشیم تا این جمهوری اسلامی رو به زیر بیاریم. جمهوری اسلامی که برای ما فقر درست کرد، جمهوری اسلامی که انسان بلوچ رو به اون شکلی که باید پرزنت میکرد پرزنت نکرد، به یه شکل دیگه پرزنت کرد. دوستان عزیزان، ما امروز یکی هستیم، ما هموطنی و باید خونهایی که در سرزمین ایران ریخته شده، از بلوچستان تا شمال ایران، از شرق تا غرب ایران، ما باید بهای این خونه ها رو با کلمه آزادی، عزت و کرامت انسانی، فقط و فقط بهای این خونه عزت و کرامت انسانی است. دوستان عزیز، ما باید جمهوری اسلامی رو به زیر بیاریم، باید، هیچ گزینه‌ای نیست. اگر خودمون تنها باشیم، فقط مردم ایران باشیم، تمام ملت‌های دنیا بر ما پشت بکنن، ما باید در این راه مصمم باشیم و اراده فولادین داشته باشیم. امروز ما نباید منتظر کسی باشیم که به ما کمک بکنن، ما باید خودمان منتظر خودمان باشیم، باید خودمان به خودمان کمک بکنیم. ملت بلوچ، انسان بلوچ، مردم بلوچ بخش عظیمی از این جنبش هستند. هر کس که مردمان سرزمین ما رو بگه که ما بخشی از این جنبش نیستیم و خون ما به ناحق ریخته شده است، واقعا به حق ریخته شده است، ببخشید، اون انسان دشمن ما هست. امروز مردم بلوچ، ملت بلوچ بخش عظیمی از این جنبش هستند و بهایی را که برای خودشان، برای سرزمینشان، برای هم نوعانشان، برای هموطنانشان، برای نسل‌های آیندهشان پرداخت می‌کنند، ما باید این رو احترام بذاریم و در کنار هموطنان عزیزمون بیستیم و هممون واحد باشیم تا از این جمهوری جنایتکار گذر بکنیم. دوستان عزیز، ما به اشکال گوناگون کشته شدیم، ما در زندان‌ها اعدام شدیم، بچگان ما در اردوگاه جان عزیزشان را از دست دادن. دوستان ما به اشکال گوناگون فقر و بدبختی و فلاکت را دیدیم. ما باید آنقدر قوی باشیم، آنقدر قوی باشیم که در این مسیر درست حرکت کنیم.
و جمهوری اسلامی رو به زیر بیاریم تا صاحب عزت و کرامت انسانی که آن را هر روز و هر شب در رویاهامون داریم به حقیقت تبدیل بکنیم. دوستان، ما راهی جز این نداریم، راهی جز این نداریم که این حکومت جنایتکار رو به زیر بیاریم، به زیر بیاریم، به زیر بیاریم. خیلی ممنون، تشکر. باز قلبم دور از سرزمینم، دور از مردمان سرزمینم، بازم اشکهای من داره میریزه به خاطر اون مادر و پدر بینوایی که به خاطر بچهش تمام شب گریه میکنه. اشکهای من بدون وقفه داره از چشمانم سرازیر میشه به خاطر اون بچه‌ای که دنبال این هستش که باباش دوباره برگرده خونه، به خاطر اون مادر پیری که دنبال بچه از چشم از اشکام داره هی داره میریزه و کنترلم رو از دست دادم به خاطر مردمان سرزمینم. منم بخشی از این مشکل هستم، اما میتوانم بخشی از این راه حل باشم اگر با شهامت، اگر با خرد جمعی بتونم با مردمان سرزمینم همگام و همقدم باشم. من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی رو به زیر خواهیم آورد. دوستان، اون شاهدون، اون گنجاتون، اون مادون که با فقر و تنگ دستی بچه خودشون رو بزرگ کردن بدون هیچ گونه امکانات رفاهی، حق اون شاهدون و گنجاتونی نیست که بچهش امروز زیر مسلسل کشته بشه. دوستان، کشته بشه. دوستان، خیلی متشکرم دوست عزیز. واقعا جای گریه داره، جای افسوس و تأسف خوردن داره وقتی به بچه 12 ساله شلیک میکنن، وقتی حق نداریم حتی در مصلای خودمون، در جایی که ما نماز میخونیم، 4 کلمه حرف رو با مسالمت، با بدون خشونت بزنیم. واقعا اصلا زبونم به خدا قاصر مونده از توصیف این ظلم بزرگ. عذرخواهی میکنم دوستان عزیز، کسانی که میخوان در بحث شرکت کنن. آی توفیق، آی قدیر، بفرمایید. زنده باد بلوچستان، زنده باد ملت بلوچستان، زنده باد ملت آزادی خواه بلوچ. مرگ بر ستمگر، مرگ بر جمهوری اسلامی. زنده باد تمام مبارزینی که 100 سال برای آزادی، 100 سال برای رهایی از استبداد مبارزه کردن نمی کنند. درود بر تمام جوانان اهل سنت، درود بر تمام جوانان بلوچ، درود بر تمام زنان و کودکان و پیر و جوان امروز که در خیابان‌های زاهدان، در تمام شهرهای بلوچستان با سینه‌های عریان، با دست خالی روبروی فاشیست، روبروی جمهوری اسلامی ایستاد و برای آزادی، برای آزادی بلوچستان اولا دارن مبارزه میکنن، دارن خون میدهن. تنها میبینم میدیای فاشیستا مشغول صحبت کردن چیز دیگری است. فراخوان برای 7 آبان میدهند، روز کوروش کبیر. خون بلوچ ارزون نیست، ولی خیلی گرون هم به پای اون فاشیستا، به پای جمهوری اسلامی ایران تموم خواهد شد. بلوچستان ما تنها نمیذاریم، ما هر جا که مظلوم هست با آن نیستیم. این دردی است
که 100 سال زور به ما تحمیل شد و چیزی جز رنج و ستم و ظلم عاید ما نشد. من دیدم چطوری بایکوت کردن روز اولی که مردم بلوچستان توی خیابون ریختن و قیام کردن و در همون روز دهاتن از جوانان ما بیگناه کشته شدند که روز بعد صدای مردم بلوچستان را شنیدن. آن نامردانی که نقابدار هستند، ادعای آزادی میکنند، آزادی خواهند. دروغ. اونها همون تمامیت خواهای پست فطرتی هستند که میخوان دوباره 100 سال بر ما حکومت کنند، ولی هرگز این خواب را به گور خواهند برد. برای آزادی بلوچستان، برای آزادی اهواز، برای آزادی کردستان، برای آزادی آذربایجان، لرستان، ترکمنستان، کاسپیان مبارزه میکنیم که از این استبداد، از این ظلم رها بشیم. نه برای پهلوی بشنود پهلوی و غیر پهلوی. این خونها که امروز در خیابانهای بلوچستان داره میریزه برای آزادی بلوچستان، برای مردم بلوچستان. شما بایکوت کنید. شما که 100 سال بایکوت کردید، مگر تونستی صدای ما را خفه کنید؟ امروز تمام دنیا صدای بلوچا را میشنوه و ما نمیذاریم بایکوت کنند. دیگر تمام شد اون روزهایی که جمهوری اسلامی یا هر پدرسگ دیگه‌ای که بیاد جنایت بکنه در جایی و مردم ساکت بمونن. تمام شد. جبهه آزادی خواهان بزرگه، از محدودی جغرافیای سیاسی ایران هم بزرگتر. گریه نکن برادر، اشک نریز. اون صلابت و قدرت یک مرد بلوچ که ایستاده دست خالی در برابر ظلم ایستاد بیست. نگذار نامردها، نگذار این پس فطرتان، این نقابداران صدای ناله تو، صدا اشکهای تو رو ببینن. نگذار. راه اول انقلاب، این راه اولشه. بذار به ساعت 0 برسه، بعد میبینن که ما مردمان غیر فارس چطوری حقمون از اونا میگیریم. میبینیم کودکان بلوچ رو میبینیم، خون گریه میکنیم. ولی این به معنی گیو آپ نیست. این به معنی روزی که ساعت 0، وای به اون روز. وای به اون روزی که برسد. جاش و مزدور، اونایی که شمایی که با همسو با جمهوری اسلامی هیچ جای دنیا امن و امان براتون نمیذاریم. امنیت ازتون میگیم. متشکرم، خیلی تشکر میکنم. صحبت تو بکن، بذار من یکم اطلاع چیز بدم، خبر. شما خبرتون تو بکن، انشاءالله من بعد صحبت میکنم عزیزم.
جریان از این قراره که امروز بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف مردم رفتن به خیابون‌های برای تظاهرات مسالمت آمیز و در زاهدان تا 1 میلیون نفر هم مردم اومدن، هم از خود زاهدان هم از اطراف. نیروهای امنیتی از قبل از دیشب سنگر گرفتن بالای سقف‌ها و خودشون رو آماده کردند که سمت مردم تیراندازی بکنند و با توجه به این که حتی مردم یه سنگ هم پرتاب نکردند، نیروهای امنیتی تیراندازی کردند به سمت مردم و حداقل تا 1 ساعت پیش که من با زاهدان صحبت می‌کردم حداقل 6 یا تا 7 نفر کشته دادیم، جونشون رو از دست دادن در اثر تیراندازی مستقیم و 10 نفر هم زخمی شدند. بعد در شهرهای دیگر هم مثل ایرانشهر، سراوان و چند شهر دیگر هم در بلوچستان جو امنیتی و تظاهرات شکل گرفته و هنوز هم تظاهرات هست، ولی از تعداد تلفات در شهرهای دیگر خبری نیست. منتها نیروهای امنیتی یک جو پلیسی و امنیتی در تمام شهرهای بلوچستان ایجاد کردند. از چند روز پیش اینا بعد از فراخوانی که داده بودند مردم برای تظاهرات این جمعه در تمام شهرهای بلوچستان، نیروهای کمکی از استانهای همجوار آوردند و مستقر کردند، خصوصا در زاهدان، و هنوز این ادامه داره اعتراضات مردم و به احتمال زیاد متاسفانه تعداد کشته ها بالا خواهد رفت تا شب و اخبار رو هم از خبرگزاری رصد بلوچستان که لینک شما بالا گذاشتم، اخبار لحظه به لحظه اینجا گذاشته میشه با فیلم و کلیپ هایی و عکس هایی که به دست فعالان رصد بلوچستان میرسن. من خوش آمد میگم به همگیتون و دوستان اتاق رو شیر بکنید تا صدای مظلومیت مردم بلوچ به گوش دیگر ملل برسه و خودشون رو در این درد سهیم بدانند. اتاق رو شیر بکنید و همچنین دوستانتون رو دعوت بکنید که بیان این 14 رو حداقل به 20 برسونید. ممنون میشم. آقای شعیب بفرمایید، ادامه بدید. بله، خیلی متشکرم آقای معین. همونطور که ایشون گفتن واقعا امروز روز بسیار سختی بوده. بسیاری از دوستان ما، بسیاری از هموطنان ما چه در بلوچستان چه در خارج بلوچستان مورد حمله قرار گرفتن. البته بلوچستان به نوعی دیگر با شدتی بیشتر، هم در زاهدان در 6 شهر ما امروز اعتراضات داشتیم، در زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر، سرباز و چابهار که اکثریت این خشونت ها در زاهدان اعمال شده. بسیاری از دوستان مجروح و زخمی شدن. زخمی ها رو آمار دقیق ازشون نداریم، ولی تا این لحظه طبق آماری که به دست من رسیده 6 نفر کشته دادیم که مشکل از جوان ها و نوجوان ها هستند. در بین اینها دلخراش ترین بحث اینجاست که یک 12 ساله، یک پسر بچه 12 ساله با شلیک مستقیم به سر به شهادت رسیده. میتونیم از این خبرها، از این اخباری که اعلام میشه و از این جور صحنه ها به این نتیجه برسیم که جمهوری اسلامی در چه حد، در چه اندازه‌ای فاسد هست، بی‌رحم هست و به دور از ملته.
اصلا اینا هیچ نسبتی با ملت ایران، نه تنها بلوچ بلکه سایر اقوامی مثل کرد، لور، ترک، بلوچ، آذری، عرب، اینها خشونت رو فقط میخوان اعمال، فقط میخوان حاکمیت خودشونو ثابت نگه دارن. ولی انشاءالله در آینده نه چندان دور، چه بسا همین امروز و فردا، رویای آزادی ما به تحقق بپیونده. از دوستان عزیز خواهش میکنم هر کی از شما اخباری، آماری از این جنایت داره، لطفاً درخواست بده یا میکروفونشو باز کنه و صحبت کنه تا در جریان هموطنان عزیزمون قرار بگیریم، چه در بلوچستان چه در سایر نقاط ایران. بحث اینجا بحث بلوچستان نیست، بحث کل ایران هست، آزادی کل ایران هست. حالا در بلوچستان ظلم و ستم مقداری شدتش بیشتر از سایر جاهاست، ولی خب تمام ایران در این جنبش، در این انقلابی که ملقب شده به انقلاب زن، زندگی، آزادی، شریک و از سهیم هستن. خواهش میکنم کسانی که میخوان صحبت کنن، آقای مارتین میخوان صحبت کنن احتمالاً، بفرمایید آقای مارتین. با عرض سلام و خسته نباشید. ممنونم آقا شفیع جان. البته ببخشید فکر کنم دوستانم جلوتر بودن، فقط یه مطلبی رو میخواستم عرض کنم. عزیز جان، ما یه شیوهی رو به کار بردیم در جریان محابات و سنندج و اینا. سریعا من به آقای ماهمیرم که ارتباط خوبی دارن با کاو و کاک سیروان و کاک بهزاد و اینا، سریعا یه هشتگ درست کنید برای زاهدان. فعلا وقتی نیست که من بگم داد و ناله کنم و براتون در دل کنم، اینا به درد این وضعیت نمیخوره. سریعا یه هشتگ درست کنید به نام زاهدان خونین، سریعا بتونید امشب بتونیم توییترش کنیم و بهش هشتگ بزنیم. این خیلی خیلی میتونه تاثیر داشته باشه رو روند کار، چون ما از این نتیجه گرفتیم و نتیجه خیلی عالی بوده. عزیزان سریعا آقای مامیر با بچه ها حتما کرد هماهنگ بشید، یه هشتگی رو راه بندازید که بتونه از کلاب های دیگه ما استفاده کنیم، این هشتگ رو پخش کنیم. عزیز من، این در این شرایط تنها کاری که از دست من شما برمیاد اطلاع رسانی هم بهترین راهش که همین حالا ما یه هشتگ رو درست کنیم به نام زاهدان خونین، اینو سریعا راه بندازید و باهاشون ارتباط برقرار کنید. این مهمترین چیزیه که حالا در اینجا ما میتونیم انجام بدیم. عزیزم متشکرم آقای مارتین. حتما دوستانی که از سلبریتی های فضای مجازی هستن لطفاً این حرکت رو، این پوشش رو ایجاد کنن. ما هم تلاش خودمون رو خواهیم کرد، با دوستان عزیز هماهنگ خواهیم کرد. این هشتگ باید ایجاد بشه و حمایت شما رو نیاز داریم، حمایت تک تک شما دوستان عزیز رو، کسانی که جزو سلبریتی های فضای مجازی هستن، چه توییتر، چه اینستاگرام و چه سایر اپ های اجتماعی. خواهش میکنم از این پیشنهاد آقای مارتین استقبال کنید. چه بلوچ و چه سایر اقوام همه باید پشت هم باشین در چنین شرایطی. دوستان عزیزی که میخوان صحبت کنن لطفاً یا درخواست بدن یا مایکشون رو باز کنن. آقای محمد احتمالاً میخواد صحبت کنه و آقای قدیر، هر کدومتون. آقای محمد فکر کنم قبل همه درخواست داده بودن. آقای محمد شما بفرمایید. با عرض درود بر روان پاک شهیدان و درود بر دوستانی که صدای منو میشنون و درود بر همه آزادی خواهان. اومدن برلینو با این همه آب و تاب تو رسانه ها به رخ ما کشیدن که در سرتاسر دنیا اینجوری شد و اینجوری شد، متحد شدیم. بله، ولی میخوام 2 برلینو بگم. یکی 40 ژینا که واقعا برلین بود و امروز هم که یک برلین دیگه در زاهدان رخ افتاد.
بعد از برلین که برلین اروپا تموم شد، همه رفتن خونه نشستن. الان ببین در 2 جمعه 2 ساعت، یعنی 4 ساعت مردم بلوچ اومدن خیابون، هولوکاست رو انجام دادن. سری خط نزدیک به 90 شهید داد و امروز هم اخباری که من عذرخواهی میکنم 90 نه، سری قبلی 99 نفر شهید دادیم که یک نفرش هم بعداً از زخمی ها شهید شد و رقم 99 شد 100. تو این شرایط یه خورده آمار شاید چیز باشه. بله مرسی که آمار دقیق گفت. و الان هم که میبینم میگن نزدیک 15 نفر و کردستان هم که دیگه که من خودم افتخار اینو دارم، کردم دارم میبینم. کجان بقیه؟ تو کلاب هاوس میری 3000 نفر وجود داره. همین 3000 نفر اگه افرادی، یعنی تو همین 3000 نفر جزو نیروهای مسلح فامیلشون نیست. یعنی تو برو نگاه کن. آقای فخرآور کلاب هاوس میزنه 2 نفر 2000 نفر اونجان. یعنی این نیروهای مسلح کیان؟ مالی کیه؟ از کجا اومدن؟ آقا تو اول چراغی به خانه است، به مسجد حرام است، اول بیا طرف خودتون نصیحت کن. شب و روز نشستن، خب به قول دوستمون دارن روز که ما معامله میکنن که مشکل ما جمهوری اسلامی هست، اون هیچی. بالاخره با خون ما داریم خون میدیم، باج نمیدیم. الان کردستان و بلوچستان و اهواز و اینور دارن خون میدن، باج نمیدن. ولی تو نیا برای من تعیین تکلیف کن تو کلاب هاوس. 2000 نفر رو به حرفای خودت مشغول میکنی. تا کی؟ که بعد از اینم با یه سری افرادی به اسم دموکراسی و مصلحت طلب که منتظرن ما بجنگیم، خون بدیم، فردا به قول آقای توفیق ما بچه های کورشیم، ما نمیدونیم کی هستیم. ولی تو تاریخ ما اصلا نقشی نداریم، در صورتی که تاریخ و ملت های ایران ساختن. با تمام وجود بهتون بگم وقتی که رستم تو زاهدان اومدن شاهنامه رو نوشتن، تمام پارسا الان بگی میگه ما شاهنامه رو داریم، یک نفر رو پیدا نمی کنی تو فارسا اسم رستم رو پسرش بذاره. ولی تا حرف زدیم شاهنامه رو کوبیدن رو سرمون. دیگه ملت ها بیدار شدن. نمیدونم چی بگم. الان که من دارم فیلم ها رو نگاه میکنم، خیابون خونه، تو بویی از انسانیت هم نبردی. 2000 نفر رو تو کلاب هاوس جمع کردی، چی بهشون بگی؟ فردا به کلاب هاوس شده رأیگیری براشون. یعنی تمام این اپوزیسیونای مرکزگرا وجود دارن، نتونستن یعنی 4 میلیون نفر رو تو تهران بریزن خیابون. تهران ساکت شد. تمام شهرهای کردستان در تصرف مبارزین کرد بود. من که باهاشون در ارتباطم. مهاباد 2 روزه نمیتونن کنترل کنن. سقس، اشنویه، بوکان، بانه. ما مطمئنم ملت بلوچ هم میتونه شهرها رو کنترل کنه. ولی فردا همینایی که برمیگردن به اسم نمیدونم که به قول خودشون ما تجزیه طلبی، ما چی هستیم، همینا متحد میشن بر علیه ما. ولی من خواهش میکنم ما ملت های ایران نیاز به یک ائتلاف داریم. یک ائتلاف طبق کنوانسیون های جامعه، یک میثاق ملی رو امضا کنیم. همه اینو میخوایم. با امضا قبول داری بفرما. دیگه از این شعارهای قشنگ و رنگ با رنگ و بیا فعلا ما دشمنمون جمهوری اسلامی اینو برچینیم بعداً با هم میشینیم حقوق شهروندی. مشکل من حقوق شهروندی نیست، حقوق ملیت من است.
و دوستان با اینکه بلوچ هم همینو میخواد، عرب هم همینو میخواد. خیلی دلم پره و امیدوارم دیگه روز رهایی، روز آزادی برسه. مرسی آقا شایب، دست در نکنه. در خدمتم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم آقای محمد. بله، استفاده بردیم از حرفاشون. واقعا یک بیت شعر به زبان بلوچی هست و من این رو به عنوان ضرب المثل هم استفاده میکنن. من ننالان چه دست دنیگان تا منامان ازوتی کاتار آس همی دوکان چراغ اگین که سویتکگی و هنده وتی هم بار. ما تا زمانی که همبستگی نداشته باشیم، تا زمانی که به فکر همدیگر نباشیم، چه در بلوچستان چه در سایر نقاط کشور، بحث قومیت نیست دوستان عزیز. بحث ظلم فقط بر روی بلوچ نیست، ظلم فقط بر روی کرد و لور و ترک و عرب و فارس نیست، ظلم بر روی عمومیت ملت هست. کلا بنیان این حکومت ظلم هستش. خواهش میکنم افرادی که میخوان ادامه بحث رو شرکت کنن مایک بزنن که من بهشون بگم. شعیب جان نوبتی برو، قدیر و قادر نوبتی جلو برو. انشالله باشه، خیر انشالله. آیه قدیر فکر کنم نوبت شما باشه، بفرمایید. سلام عرض ادب، تشکر. هرچند که چند دوست از من پیشتر صحبت کردن ولی نوبت ما بود، بهتر است که سر نوبت به گفتگوی مهم پیش بریم، بهتر خواهد بود. تشکر بکنم وقت دادید. من در ابتدا تسلیت میگم به جانباختگان روز جمعه یا جمعه خونین که در زایدان رخ داد. ما یک انسان در ابتدا، بعد یک همسایه که فرهنگ ما، حنانات ما، بسیار مسائل ما با هم مشترکات فراوان دارید. یک افغان با شما صحبت میکنه و از این طریق یک روز دیگه ما روم داشتیم با آقای مهم، یادشان شاید باشد که ما در این مورد 100 نفر در حدود 300 نفر کشته و زخمی در زایدان رخ داد. بله، ما ابراز همدردی خود را کردیم و باز هم میکنیم. من هم انسان هستم، نمیتونم در مقابل بی‌عدالتی که بر انسان‌های امنو من و خواستم که مشترکات فراوانی هم داریم بیایم بگذاریم که نه به من چیه. این بسیار با جای تأسف است. ولی جای تأسف تر از همه این است که اگر در زایدان 100 نفر انسان کشته می شود، در رسانه های میره به یک انسان گلمند هستم، کسی به خود نگیرد. در رسانه های فارسی زبان کمتر به زود انعکاس داده می شود یا سرخط خبرها داده نمی شود. در ایران همچنان در سلبریتی هایی که به هزاران فرد می رسد آنقدر من ندیدم، چون من تمامشان رو دارم. فوتبالیست ها همچنان در کل کسانی که مطرح است در ایران کمتر دیدم که 100 نفر انسان در یک روز کشته می شد، 200 نفر انسان در یک روز زخمی می شود. کمتر عکس العمل در مقابل. مگر اینا انسان نیست؟ اینا هم وطنان شما نیست؟ یا خون بلوچ با خون یک جایش نمیگو یک دیگر استان متفاوت است، یا خون یک کرد با خون یک فرد دیگر در ایران متفاوت است، یا خون یک عرب با خون دیگر انسانی که از استانهای درجه اول است متفاوت است، یا رنگین تر نیست یا شما رنگین تر است. چرا چنین تفاوت ها را میبینیم؟ همین چند روز پیشتر شاید چرا 15 نفر کشته شد. تمام رسانه‌های ایران، سلبریتی ها همه عکس العمل نشان دادن، ولی 100 نفر انسان در زایدان کشته شد. کدام رسانه ها در سرخط اخبارش بود که ولی انسان های از هموطنان ما کشته شدند در جغرافیای برام ایران؟ اگر اینا ایرانی است و اینها هموطن شماست،
اگر نیست پس چرا شما در جغرافیا شماست؟ پس بسیار مهم است در اینجا. من میگم باید که انسان باید که فقط ما مشترکات داریم، ما از یک کشور نیستیم، ولی کاش می بودیم که ما باز نشان میدادم که شما چقدر به ما مهم است. همین حال هم به ما مهم است، چرا ما انسان هستیم. ولی میبینم که متاسفانه در بین خود ایران این باید گلمند بود و شما هم میدانید و اگر شما ذکر نکردید چون وقتی از بیرون متوجه میشه ما بهتر میتونیم متوجه شده تا افرادی که در داخل هستند. متاسفانه با کردها، با بلوچها، با عربها، با دیگر ملت‌های شریف ایران به شکل سیستماتیک برخورد ناشایست می شود. در همشان نیست، ولی خدا کند که این حرکت ها منجر به این شود که با آنها هم تلنگر باشد که شور بخورد بگوید بله ما اینها هم برای ما حق داشتند و حق دارند که ما در مقابل خون هموطنان را عکس العمل نشان بدهیم و بی تفاوت نباشیم. خلاصه کلام سخن کوتاه میکنم. من بسیار متاثر هستم قلباً با جانباختگان زاهدان و اقصاد نقاط ایران که مشترکات فراوان دارید. من شریک هستم در غمشان و لحظه شماری میکنم رژیم صفاک آخوندی از ایران یا این غده سرطانی برچیده شود تا ما هم دیگر طالب نباشد که ایران اکمال کند یا آن را تمویل کند، مجاهد نباشد که فرزندان افغانستان را بکشد، آخوند نباشد فرزندان ما را در سوریه بکشد و دیگر اقساط نقاط منطقه و دنیا که باعث ایزوم و سوخت از فرزندان افغانستان استفاده نکنند. تشکر. خیلی متشکرم آقای قدیر، استفاده بردیم از صحبت‌های شما. واقعا خیلی دردناک هست این حرفا. همدردی شما رو میپذیریم با جان و دل. خیلی متشکریم. این است غیرت این است یک انسانیت به تمام معنا. لازم نیست، مهم نیست در چه قومیتی به دنیا آمدید، تو چه قومیتی دارید زندگی میکنید. مهم این انسانیت داشته باشید. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خواهش میکنم افرادی که نوبتشون هست مایک بزنن. فکر کنم احتمالاً نوبت آقای قادر باشه. معذرت میخوام، من یه کامنت فقط دارم، اگه اجازه بدین یه کامنت بذارم برم پایین. خواهش میکنم. نوبت ما هم نیست. معذرت میخوام. نوبت سمسامه. ببین بعد از سمسام محمد که صحبت کرد، بعد قادره. کومنت بعد از کومنت نوبت سمسامه. آقای قدیر خوش اومدید. بله من تشکر میکنم، شما و آقای شهریاری اتاق زدید و همدردی کردید با مردم بلوچ. ما فراموش نمی کنیم. بله همونطوری که گفتید ما درد مشترک داریم، ما فرهنگ های مشترک داریم، ما تاریخ های مشترک هم داریم. قبلا کشورها نبودن، قبلا انسان ها از این مرزها رد می شدند. بلوچ ها هم در هر سه قسمت هر سه کشور هستند. بله نوبت کی بود؟ کامنت میخواست؟ بله با اجازتون اگه اجازه هست. من معذرت میخوام از دوستان که میدونم نوبتشون بود، ولی من با اجازتون یک کامنت بزنم. اولی که من عنوان یک شیرازی در غم خودتون شریک بدونید. وجداناً خیلی ناراحتم، هم خودم هم خانوادم هم آشنام هر کی میبینم واقعا ناراحتم. بعد آقای قدیر عزیز درست شما درست میفهمین، اما من شیرازی یا من تهرانی چه کار از دستمون برمیاد؟ هر تا اندازه که از دستمون برمیاد انجام میدیم، اما رسانه که نیست. رسانه ها اکثرشون دست خود دولته، دست خود این رژیم فاشیسته. ببینید قدری که من دوست آشنا داخل بچه های زاهدان دارم، به خدا در خود شیراز ندارم، باور کنم. اینقدر من دوستشون میدارم. و یه چیز دیگه هم بگم، من یکی از دوستان زاهدانی یه ضرب المثل سالها پیش گفت
این همیشه تو گوش من موند. گفت مرد اگر مرد باشه هیچ وقت زیر تیر نمیخوابه و همیشه آویزه گوش من شد. واقعا حرف قشنگی زد و واقعا نشون دادن زاهدانی‌ها و بلوچ‌ها که مرد هستن، هیچ وقت زیر تیر نمیخوابن. دیگه حرفی ندارم. سپاسگزارم از شما آقای بیات. بله، همینطور که فرمودید شما طبق گفته های آقای خدیر باید به پا بخیزید، طبق گفته های آقای محمد که حرف زدن. شما میگید شرایطشون ندارید، ولی به نظر من، البته من قصد جسارت و توهین ندارم، ولی به نظر من توی شهرهای بزرگتر میزان خشونت کمتر خواهد بود طبعا نسبت به شهرهای کوچیکی مثل ایران شهر، سروان، خاش و چابهار. شیراز جزو کلان شهرها حساب میشه. اگه شما از جنبش هایی که ایجاد میشه حمایت کنید، از فراخوان هایی که داده میشه استقبال کنید، طبعا بیشتر بازده خواهد داشت این فراخوان ها. البته شرایط شما رو هم درک میکنیم و قصد جسارت هم نداشتم از این حرفم. دوستان که میخوان ادامه بحث رو شرکت کنن، نوبت کی بود؟ نوبت فکر کنم گفتید سمسام شما میخواید حرف بزنید؟ بله اگر اجازه باشه. خواهش کنم بفرمایید. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت حضور شما جناب سرخوش عزیز و همه دوستانی که اینجا تشریف دارن. من باورم بر این است که جمهوری اسلامی بازیگر روایت هاست. وقتی میبیند که به پایان عمرش نزدیک هست، کارهایی میکند که دست کم از اعتراضات مردم کاسته شود یا در واقع این انقلاب مردمی به سوی انحراف برود. رفتن کنار رود ارز برای آذربایجان رجزخوانی کردن. از همان اول معلوم بود که در سیستان و بلوچستان اینها در صدد خلق فاجعه هستند. مردم مثل بقیه شهرها آمده بودن، خیلی قشنگ شعار میدادن علیه دیکتاتوری، ولی به گونه مستقیم به مردم شلیک کردن، به نمازگزاران شلیک کردن. امروز هم من ویدیوها را دیدم در سراوان و مساجد رفتن و گاز اشک‌آور پرتاب. بعد مثل سینما رکس و حادثه حرم امام رضا یک مشهد الشعبی را آوردن، حادثه شاه چراغ را خلق کردن. 30 ساعت قبلا برایش پوستر ساخته بود. خبرگزاری آماق هم اعلامیه پخش کردن، تاریخ 30 ربیع الاول زد، در حالی که هر کس با سالنامه عربی و هجری قمری آشنا باشد خیلی قشنگ میداند که ماهای ربیع الاول 29 روز است. خودشون هم سال 2018 اعلام کرده بودن که ما 5 نفر از مدیران ارشد خبرگزاری اعماق را در موصل گرفتار کردیم. متن اعلامیش همه چیز خیلی مشخص میکرد. یعنی میخوان کاری بکنن که اذهان عمومی و سوی دیگری منحرف شود، ولی بیخبر از این که مردم این بار خیلی خوب بلد هستن چگونه تصمیم بگیرن. محمد خاتمی از زندان اعلامیه میدهد که نباید خشونت کرد، یا حسن روحانی میاد میگوید که میشود گفتگو کرد. یعنی اصلاح طلبان اینها که زندانی هم هستن هنوز هم نگران این نظامن. یعنی همه اینها یک دست هستن. من شبکه اول و 3 و 2 ایران هم میدیدم، هیچ خبری از این نبود که اصلا در سیستان و بلوچستان کسی کشته شده یا نه، ولی 15 نفر در شاه چراغ کشته شده. همه میان تیتر میزنن ایران تسلیت. خب شما این برخورد دوگانه را میبینید دیگه. حالا قطع نظر او که او آن حمله نیست، قابل تقبیح هست و این کارش تروریستی و کاریست که خود رژیم انجام داده و یکی دیگه بیگناه کشته شده سر جای خودش، ولی آن چیزی که اینجا اتفاق میفته این هم خیلی مهم هست. واکنش متفاوت اپوزیسیون جمهوری اسلامی، واکنش متفاوت رسانه ها، عدم پوشش
فعالان رسانه‌ای، حتی مخالفان جمهوری اسلامی، همه چیز واضح می‌سازه که تبعیض، نژاد پرستی و برخورد دوگانه به اوجش رسید. چیزی که خیلی خیلی مهم هست این است که عمر جمهوری اسلامی کوتاه است. دیر یا زود دیگر خبری از این رژیم تروریستی نخواهد. این روایت هایی را که اینها ساخته بودند و بازی میکردن، بازیگر روایت ها بودند، دیگر همه این روایت ها و فاتحه این روایت ها خوانده شده. مردم ایران اکنون میدانند که هیچ داعشی بدتر از خود جمهوری اسلامی نیست و نخواهد بود. هیچ دشمنی هم مردم ایران جز جمهوری اسلامی ندارند و به این نتیجه رسیدن. این خیلی مهم است که در شرایط کنونی وحدت حفظ شود و علیه این روایت سازی های جعلی کاری صورت بگیرد که در همان نطفه خنثی شود. خیلی ممنون. آقای شعیب هستی؟ بفرما. هستم. شما بفرمایید اگه بحث دارید. نه من فکر کردم شما مشغولید. یه لحظه در ممنون آقای سمسام. تشکر از لطف شما. دوستان عزیز، تشکر از آقای سمسام عزیز، با صحبتاشون مستفیض کردن ما رو. دوستان عزیزی که میخوان تو بحث شرکت کنن، نوبته نمیدونم کدوم یکی از دوستان هستش، فکر کنم آقای قادر باشه نوبتشون. آقای قادر امکان حرف زدن هست؟ مایک داریم؟ بله، خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم بفرمایید. تسلیت عرض میکنم جمعه خونین زاهدان رو که در واقع مردمی که خیلی آرام، خیلی با طمأنینه و با آرامش تمام میخواستن اعتراض بکنن، حرف خودشون رو بزنن. دولت دیگه الان واقعا کار بردن واژه ها خیلی سخت شده برام. دولت قاتل و تروریستی جمهوری اسلامی ایران رو اگر بگیم، اون چهره حقیقی و اصلی و ماهیت اصلی خودش رو در میدان به نمایش گذاشته. وقتی این اخبار برای ما می اومد، طبیعی هستش که خیلی از صحنه ها اصلا قابل پخش نبود، ولی اخباری رو که ما به عنوان مدیای ترک آذربایجان به دستمون میرسید رو سعی کردیم با تمام وجود پخش بکنیم، بدون هیچ سانسور و بدون اینکه بخوایم مثل رسانه های BBC فارسی یا اینترنشنال بخوایم اونها رو حذف و یا سانسور بکنیم و یا ماهیتشون رو عوض بکنیم. من به عنوان یک فرد ترک آذربایجانی هم تسلیت خودم رو بر شما عرض میکنم، همین که میگم در کنار شما هستم. نه به این معنی که بخوام عزاداری بکنم، بخوام گریه بکنم، به این معنی که میخوام عزم خودمون رو جزم بکنیم و در نابودی این حکومت لحظه‌ای شک نکنیم. این پیام به اون افرادی هستش که هنوز دو دل هستن، هنوز شک دارن به این که آیا اگر این نظام بره خوب میشه یا بد میشه. ما بارها تو صحبتامون گفته بودیم ماهیت این نظام چی هست و فردای اعتراضات چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ما میدونستیم که دولت حاکم فعلی امروز میاد و با تمام سلاحاش مردم رو به گلوله میبنده، ولی خب بعضا دیدن بهتر از شنیدن هست. خیلی ناراحت هستیم، درسته، خیلی هم دلمون به درد اومده، ولی تنها هدف، تنها پیامی که اگر امروز اون شهیدی که در خیابان به گلوله این تروریستا کشته شد و اگر دوباره زنده بشه و از ما بخواد که
ازش بخوایم که به ما بگه که چه چیزی میخواستی، الان میخوای چیکار بکنی. تنها گفتش برای ما این خواهد بود که میخوام این دولت به هر طریق از میان برداشته بشه. ماهیت اصلی این حرکت در واقع اعتراض برای تبعیض‌ها بود، اعتراض برای احقاق هویت انسانی در این مقطع هستش. بنابراین دوستان عزیز، فارغ از هر دین، فارغ از هر جنسیت، فارغ از هر قوم یا نژادی که هستیم، امروز در کنار سیستان و بلوچستان هستیم. سعی میکنیم مدیای خودمون رو در اختیار سیستان بلوچستانیای عزیز قرار بدیم، تمام اخبارشون رو پوشش بدیم و به صراحت بهشون بگیم که در کنارشون هستیم. اگر در خیابان باشیم هم در کنارشون هستیم، اگر این طرف در پشت تریبون باشیم هم میگیم که در کنارشون هستیم. دولت تروریستی ایران به هر طریق بایستی از بین بره. این دولتی که پایه‌های اصلیش بر دو تا مبنای اصلی، یکی فارس بودن، یکی شعوبیه، یعنی باز هم نه اون شیعه اصلی، شعوبیه بنا شده، در واقع عاملی بوده برای بازساخت استبداد و دیکتاتوری در ایران. ما هر دو اینها رو کنار زدیم، ملیت ها خودشون بیدار شدن و به راه خودشون با تمام وجود ادامه خواهند داد. یک جمله هستش که از بلوچستانی های عزیز من دیدم، آقای بیات عزیز اینو بارها توییت کردن، میگه دای وقت جنگیه. وقت جنگ فقط باید به جنگیدن فکر کرد، نه به صحبت، نه به عزاداری و نه به ناراحتی. فقط بایستی جنگید و فقط بایستی به پیروزی فکر کرد. بنابراین جمله آخر این هستش که ازتون اعلام حمایت میکنیم، در کنارتون هستیم، هر چی که از ما میخواین بگین تا در کنارتون باشیم. هشتگ میخواید بزنید، هستیم در کنارتون با تمام وجود. مدیا میخواید، در اختیارتون هستیم. اگر میخواید در تظاهرات خیابانی در کنارتون باشیم، باز هم هستیم. ولی شما خودتون باشید و خودتون هر چیزی که از بطن جامعه، خواستی که از بطن جامعه بیرون میاد، اون خواست طبیعی مردم هست و بایستی بهش احترام گذاشت. خیلی ممنونم آقای شعیب که این وقت رو در اختیار من گذاشتید تا بتونم احساساتم رو بیان بکنم. بله متشکرم آقای قادر عزیز. یه ضرب المثل بلوچی که واقعا جاش هست اینجا استفاده کنیم، میگه مرد پنام مرید و نامرد پنام. شهدای ما مرد بودن و برای نام، برای دفاع از حقوق و آزادی خودشون دفاع کردن و جنگیدن و شهید شدن در این راه. درود بر ارواح پاکتون. دوستان عزیز که میخوان تو ادامه بحث شرکت کنن، نوبت نمیدونم کدوم یک از دوستان هست، مایک بزنید. آقای حامد بفرمایید. با درود خدمت شما، خدمت همه حاضرین در اتاق، خدمت همه انسان هایی که در راه آزادی و کسب حقوق خودشون تلاش میکنن و جان عزیزشون رو در این راه نثار میکنن تا انسان های دیگری بتونن از این مزایا برخوردار بشن. و واقعا درود به خلق بلوچ که واقعا برای احقاق حقوق خودش یک پارچه بلند شد و در این راه واقعا چه جانهای عزیزی که از دست نمیره. خدمت شما عرض کنم که خب بحث خود موضوع اتاق و به اضافه بحثایی که دوستان کردن، من راغب شدم ابتدا اینو بگم که دوستان ما دارای یک ارزش اخلاقی شدیم. ما یک ارزش اخلاقی رو اومدیم مطرح کردیم که زن زندگی آزادی است و حول این یک پارچه ایران بلند شد. یک پارچه خلق عرب، بلوچ، کرد، اقلیت‌های جنسیتی، نمیدونم فارس، همه یک پارچه بلند شد. وقتی این نیست که بگوییم چرا کسی صدای ما نیست. ما اونهایی که صدای همدیگه هستیم و باید همدیگه بگم. ماها بسیارانی که صدای همدیگه هستیم. نشانه هاش هم
تمام این اعتراضاتی که علیه اون ایدئولوژی اسلامی که انسانها رو با هم فرق میذاره، اقلیت‌ها رو با هم فرق میذاره، مذاهب رو با هم فرق میذاره، نمیدونم مسئله جنسیتی رو با هم فرق میذاره، محیط زیست بوم انسان که با تو زندگی کنه رو اونجوری آماج اهداف سودجویانه خودش قرار میده. ماها هم دیگه پیدا کردیم. وقتی این نیست که بگوییم تو چرا این کار نکردی، چرا این کار کردی. ما باید بگیم ماهایی که همدیگه پیدا کردیم بیشتر دستمون تو دست همدیگه بذاریم، بیشتر همدیگه رو بشناسیم و بیشتر از حقوق خودمون دفاع کنیم. شما بلند شین، حرفتون رو بزنین، از حقوقتون دفاع کنین. کدوم انسان آزاده‌ای هست تو ایران که بخواد از حقوق شما دفاع نکنه؟ این به شما قول میدم، تمام شما، تمام انسان‌هایی که از حقوق انسانی دارن دفاع میکنن، همه انسان‌های دیگه از اون دفاع میکنن. شما نگاه کنین انعکاسش رو در جهان، ببینید چرا این شعار، این ارزش انسانی، این جهانبینی جدید که انسان‌ها رو همه رو برابر میبینه، محیط زیستش رو احترام میذاره، زنان رو خارج از ساختار مردانه این جوامعی که تو دنیا وجود داره قرار میده. شما وقتی این حقانیت رو میبینید، این مشروعیت رو میبینید، این انعکاس، این پشتیبانی، این مشروعیت جهانی رو شما پشتوانه دارید. شما تمام مردم ایرانی که به آزادی فکر میکنن پشتوانه دارید. طبیعی است انسانهایی که آزادانه فکر نمیکنن، رژیم‌های، افرادی که منافعشون رو در گروه حفظ جمهوری اسلامی میبینن علیه شما باشن. ما با اونا کاری نداریم. این دره عمیقی که بین مردم و جمهوری اسلامی و اون نگرش اسلامی قرار گرفت، بیش از این حرف هاست که ما دیگه بخوایم با اونا پولومیک کنیم. ما چه پولومیکی با اونایی داریم که منافع انسان‌ها رو در نظر میگیرن؟ ما چه پولومیکی داریم؟ ما از وقتمون باید استفاده کنیم. این ارزشی که آفریده شد، یعنی اون انقلاب فرهنگی رو ما انجام دادیم. اون انقلاب فرهنگی ارزش انسانی و زمینی است که میگیم آقا انسان‌ها حق و حقوق دارن که کنار هم آزادانه، برابری، با عدالت اجتماعی کنار هم زندگی کنن و ما از این باید دفاع کنیم. اینو باید عمق ببخشیم، اینو باید گسترش ببخشیم. بخشی هستن از جامعه ما که هنوز به اون صورت نپیوستن به این مبارزات، به خاطر اینکه ما کمتر تو این زمینه داریم کار میکنیم. ما کمتر به این دستاوردهای خودمون که ارزش‌های انسانی داریم بیشتر داریم گلایه میکنیم که چرا اونها این کارو نکردن، کنار کار کردن، چه اونهایی که اشتباه کردن کاری نکردن شما بذارین کنار. شما بیاین دستتون رو به دست کسانی بدین که از حقوق شما دارن دفاع میکنن. یعنی این شعار رو به اصطلاح سرلوحه کار خودشون قرار دادن. من به شخصه از طرف کانون حامیان عدالت از حقوق شما نه تنها در گذشته دفاع میکردیم، امروز هم دفاع میکنیم. صدامون رو سعی میکنیم رساتر کنیم، در کنار شما هستیم. شما مطمئن باشید تا اونجایی که توان داریم صدای شما رو منعکس میکنیم، تا اونجایی که توان داریم و ارتباط ایجاد میکنیم از لحاظ لوجستیکی و اندازه ظرفیتمون به شما کمک خواهیم کرد. شما به ماها اتکا کنید. شما دست بردارین از کسانی که حالا چه میکنن چه نمیکنن. خیلی اصلا خیلی کارا یه لحظه تلفن رو قطع شد. به هر صورت در ضمنی که دفاع میکنیم از شما، بیشتر علاقه‌مند هستم که این ارزش‌های انسانی که ما بهش چیز هستیم پایبندیم، اینو بیشتر گسترش بدیم و پیوند خودمون رو بیشتر کنیم، ارتباطات خودمون رو بیشتر کنیم و بتونیم این مبارزه رو جلو ببریم. از جناب موهین که بسیار صحبت‌های چیزی کردن، منطقی و درستی کردن، من سپاسگزاری میکنم. همچنین از سایر مدیران این جلسه، همچنین از همون کسانی که تو این جلسه حضور دارن، با سپاس از اینکه به صحبتام گوش کردید، به اینکه به من وقت دادین تا صحبتامو ارائه بدم. خیلی ممنونم از شما. بفرمایید. متشکرم آقای حامد. با تشکر از تمامی دوستانی که شرکت کردن و چت روم رو دارن شیر میکنن. دوستان عزیزی که میتونن در ما ببخشید به ما در ساخت این هشتگی که میخواستیم بسازیم یاری و کمک بکنن، لطفا این پیام به بنده بدن. و دوست عزیزی که بعد از ایشون نوبت صحبت کردنش بود که از مایک بزنه لطفا. نوبت مونیکاست. بله نوبت آقای دادیار شما دستتون بالاست. من
شما رو نمیتونم بیارم استیج، یا برید بیرون دوباره برگردید و دست بالا نکنید، من خودم دعوتتون میکنم. بله بفرمایید خانم. عذر میخوام خانم. بنده قبول کردم. و عرض تسلیت به خاطر زنان غیورمون که به دست این دیکتاتور کشته شدن، از مهسا گرفته و مهساهای دیگر. میخواستم بگم تو طول این 43 سال بیشتر از همه، بیشتر از سایر اقوام، قوم بلوچ بودن که زیر شکنجه بود، تو فقر و تو بدبختی بودن و همش هم تقصیر همین دولت آخوندی بودش. میخواستم بهتون خدا قوت بگم و بگم نکنه یه روزی خسته بشین عقب بکشین. انقلاب داره ثمره میده، نتیجه میده. پشت هم باشین. اقوام باید الان پشت هم باشن، اصلا به تجزیه فکر نکنن، همه پشت هم تلاش کنیم به ثمر برسونیم. دیگه اینا رفته هاشون رفتن، تهمونده و بسیجی هاشون موندن. ممنونم از وقتی که بهم دادین. متشکرم از لطفتون. آقا میشه من یه کامنت بدم؟ ببینین دوستان، میشه من یه کامنت بدم؟ به من وقت بدین یه دقیقه. خانم عزیز، قبل از هر چیزی این همدلی شما رو من ستایش میکنم، ولی ما اینجا در جایگاهی نیستیم که برای کسی نسخه بپیچیم که شما به قول معروف از یک تریبونی صحبت بکنیم که آره باید چیکار باید بکنیم چیکار نکنیم. ملت بلوچ راهش و کارش رو خوب بلد هستش و میدونه که پشت یکدیگر هستش و در این جغرافیای ایران نقش بسزایی داره و بخش عظیمی از این جنبش هستش و خون پاک مردمان بلوچ، ملت بلوچ در ریخته میشه و کد واژه تجزیه طلبی این کد واژه جمهوری اسلامی هستش. هیچ انسانی در جغرافیای ایران حق این رو ندارد که به ملت بلوچ، به مردمان بلوچ واژه تجزیه طلبی رو بچسبونه. هیچ انسانی در این جایگاه نیست، در کره زمین هیچ انسانی در این جایگاه نیستش که بر ملت بلوچ نسخه بپیچه. اون نسخه پیچیدن تموم شده دیگه، یک بار برای همیشه تموم شده. ما ملت بلوچ، ما مردمان بلوچ، مردمان این سرزمین، سرزمین بلوچستان سرزمین آبا و اجدادی ما هستش. ما همگام و در راستای عزت و کرامت انسانی و تمام مردمان این جغرافیای ایران در کنار همهشون هستیم و خون پاک مردمان سرزمین بلوچستان داره ریخته میشه. خانم شما چطور به خودتون اجازه میدین که برای مردم بلوچ، برای ملت بلوچ، اولا اینا رو به قوم تشبیه بکنین، ثانیا براشون نسخه بپیچین که اینا باید چیکار بکنن؟ آقای محترم بیاین صحبت کنید. من صحبت کردم، حتی شما بلد نیستی با یه خانم، حتی شما بلد نیستی با یه خانم صحبت کنید. اصلا نمیفهمی قصه خانم یعنی چی. آرام شهریار، لطفاً آرام بذار صحبت بکنه. هر کی من نه خانواده شما. دوستان عزیز خواهش میکنم جو رو متشنج نکنید. خانم مونیکا منظورشون این نبود که مثلا بخوان توهینوار حرف بزنن، منظورشون فقط این بود که مورد ستم قرار گرفتن ملت بلوچ. فقط این دوست عزیز ما خب چون آدم احساسی هستن بعد درکشون میکنم ایشون رو، ولی این طرز برخورد خوب نبود. من از شما عذرخواهی میکنم خانم، از شما عذرخواهی میکنم که به حضار براتون گردوندم، شرمنده، ولی نمیخواستم جو متشنج بشه. آیا مهم شما بحثی دارید برای گفتن؟ نه شما ادامه بدید. فقط من عرض سلام دارم خدمت دوستانی که تازه به ملحق شدند. یک کوتاه بگم، وضعیت بلوچستان تظاهرات هنوز ادامه داره. تا 1 ساعت پیش که از زاهدان به من زنگ زدن 7 نفر متاسفانه جان باختن در اثر تیراندازی های مستقیم رژیم، مزدوران رژیم، و 10 نفر زخمی شدند. گلوله به سر و سینه هاشون زدند و با گاز اشک‌آور هم به تسمشون پرتاب کردند. فقط گلوله نه این دفعه.
برخلاف دفعه قبل که بعد گلوله نثارشون کردن. در شهرهای دیگر بلوچستان خصوصا زاهدان ایرانشهر تظاهرات همچنان هست. بنابراین احتمال ریسک این که یک جمعه خونین دیگر، البته خونینه، تا الان ما 7-8 نفر از دست دادیم و 10 نفر زخمی شدن. جمعه خونین دیگر مثل جمعه چند هفته پیش اینا درست بکنن در بلوچستان. علت این که یکی از دلایلی که اینقدر رژیم خشونت انجام میده در بلوچستان در مقایسه با سایر شهرهای ایران و جاهای دیگر ایران اینه که کسانی که به بلوچستان آورده شدن، پاسدار و نظامی و هرچی هستن، اینها افراد ایدئولوژیکی هستند، شستشوی مغزی شدن و از اول آموزش بهشون دادن که بلوچستان یک منطقه دشمن هست. شما پایتون رو روی مین میگذارید اونجا که میرید، به قصد کشتن باید برید و بهشون دستور تیراندازی دادن. در هیچ جای ایران همچین دستوری تیراندازی مستقیم ندادن، ولی در بلوچستان در طول این 43 سال هر روز این کشتارها، البته خب هفته 2-3 نفر داشتیم در جاده ها و جاهای مختلف و بانهای مختلف، در تیراندازی ها در حتی مناطق مسکونی به علت اینکه به یک ماشین مشکوک شدند. اینا چندی پیش در یکی از دهات‌های سراوان یک دختر 6 ساله رو با گلوله کشتند به خاطر اینکه به یک پژو مشکوک شده بودند و سمت اون تیراندازی کردند بدون اینکه در نظر بگیرند این منطقه مسکونی زن و بچه هست. در هیچ جای دنیا این کار رو انجام نمیدن، ولی اینا دشمنان سرسخت و قسم خورده مردم بلوچ هستند و بلوچ ها رو از خود نمیدانند. به همین دلیل به قصد کشتن تیراندازی میکنن. بخشی از این نیروهای که به بلوچ متنفرند از یک اقلیت که ما بهشون میگیم زابلی و خودشون رو سیستانی مینامند. البته سیستان 65% بلوچن و سرزمین تاریخی ملت بلوچ سیستان هم اینایی که اونجا هستن مهاجر تبارن، نسل دوم سوم مهاجران از کشورهای مختلف و از خراسان و استانهای مختلف اومدن یا تبعید شدن توسط حکام ایرانی نیاکانشون. اینا متاسفانه بخاطر اینکه چون مذهبشون شیعه است، من نمیگم همه آدمای با شرفی در درونشون هست، ولی خیلیشون در خدمت نیروهای اطلاعاتی، نیروهای سرکوب رژیم هستند و یک تنفر خاص دارن نسبت مردم بلوچ و به همین دلیله که این تیراندازی ها بیشتر از جاهای دیگه رخ میده در بلوچستان. من وقتتون رو بیشتر نمیگیرم و فکر میکنم نوبت حامده، ولی حامد روی تلفن هستن. بله آقای حامد بفرمایید. دوست عزیز آقای حامد صحبتاشون رو آقای حامد بودن، آقای حامد صحبتاشون رو کردن. فکر کنم نوبت آقای علی باشه اگه اشتباه نکنم. بله. با عرض سلام و احترام خدمت، من عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت ملت غیور و مردم بلوچستان. واقعا ناراحت شدیم. یه اتاقی بودیم، من یه توف آذربایجانی هستم از تبریز و واقعا ناراحتم که داده و این شرمنده ببخشید آقای علی. دوستانی که صحبت نمی کنن نوبت صحبتشون نیست، لطفا مایکشون رو ببندن که صدای آقای علی رساتر برسه به ما. آقای محمد شما می‌رید لطفی بکنید صداتون رو ببندید. بفرمایید آقای علی. من عرضی ندارم، فقط خواستم که خدمت ملت بلوچ تسلیت و تعزیت بگم. ما در کنارتون هستیم. خیلی متشکرم و ممنونم از شما و سایر دوستانی که تازه اومدن. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما. دوستان اتاق رو شیر کنید
و دوستانی که از سلبریتی های فضای مجازی، چه توییتر، چه واتساپ، چه اینستاگرام، چه سایر اپ هایی که مثلا میتونید این هشتگ رو که ما میخوایم درستش کنیم شیر کنید و سابسکرایب کنید، میتونید یه پیامی به بنده بدید که با شما هماهنگ کنم. خیلی متشکر. دوستانی که نوبتشون هست میتونن مایک بزنن. شما اولا که نباید منو میفرستادین پایین و ثانیا شما نباید منو قضاوت بکنید که من یه انسان عزیز دلم، برادر من، شما نه با آرامش عذرخواهی میکنم، با آرامش بهتر میشه حرف زد. شما بد برداشت کردید حرف این خواهر ما رو و با ایشون بد رفتار کردید. این طرز صحبت خواهش میکنم یک لحظه گوش کنید. این طرز صحبت در شأن یک مرد بلوچ نیست. در شأن بفرمایید. نه صبر کن، بذار صحبتشو بکن عزیز. ایشون صبر کرد که صحبت من بفرمایید. ایشون صبر کرد صحبت من منعقد بشه. شما احتمالاً با خود ما مشکل دارید، نه با اصلا شما را نمیشناسم. آخه چطور با شما مشکل داشته باشم؟ یه ذره فکر بکن بعداً حرف بزن. من از شما محترم یواشتر، دعوا نداریم که یواشتر. شما خیلی ناراحت می‌ذاشتی حرف من منعقد بشه، می‌ذاشتی خب من می‌ذاشتم حرف شما منعقد بشه، ولی حرف شما منجر به جنجال می‌شد. من اگه می‌ذاشتم منعقد هم شما داشتید بلند حرف می‌زدید و هم آقای خانم مونیکا. این طرز صحبت کردن نیست. برادر آقای شهریار الان وقت این دعوا نیست. لطفاً رعایت بکن. خواهش میکنم عزیزم. آقای مهم. بله آقای منصور صحبت میکنم. بله آقای منصور رو صحبت کنم. فقط قبلش یه عرض کوتاه داشتم. دوستان عزیزی که خیلی ادعای ارق وطن پرستی میکنن تو خیابونا ما اینا رو نمیبینیم، فقط تو کلاب ها و سایر اپ ها فقط واسه نمیدونم حالا خودنمایی ما جسارت نداریم، ولی دوستان بیشتر از واقعیت تو مجازی اعتراض دارن. حالا نمیدونم تاثیرش تو مجازی از واقعیت بیشتره، اینو بنده نمیتونم عرض کنم. دوستانی که میان توی مثلا چت روم یا مثلا میان توی یه لایو که یک کسی گذاشته، اینا اگه آوردنتون بالا واسه حرف زدن، مایک دادن بهتون، اینا من البته کاری نیستم. دوست عزیزم آقای مهم بنده رو آوردن بالا، لطف دارم به ما، ولی کار زشتیه که کسی دیگه ای رو که حرف میزنه قضاوت کنیم. شما نظر خودتو بده، طرف نفر بعدی نظر خودشو بده، تو از نظرات همدیگه بهره مند بشی. این که مثلا یکی یه نظری داد ما بخوایم ناراحت بشیم از حرف اون، بخوایم مثلا برداشت بد بکنیم از حرف اون، این حرکت زشتی هستش از نظر من و به نظرم اینجور بحث ها اصلا ارزش اینو نداره که آدم ادامهش بده. خواهش میکنم نفر بعدی های منصور بفرمایید. سلام و خسته نباشید. خدمت همه دوست عزیز ما خوش. امیدوارم همه خوب و سلامت باشید. آقا شیخ، اولین نقدم از شماست که کلمه قومیت واسه من استفاده میکنید. شما واسه خودت میتونی، ولی واسه هیچ ملیتی اقوام استفاده نکن. ما اقوام نیستیم، ما ملیت هستیم. و همین خانم هم که اومدن همین کلمه رو واسه ما استفاده کردن که آیه مکران بلوچ اینو تایید کردن که ما ملیت هستیم. بعد من با افتخار یه استقلال طلب هستم. میخوان هر برچسبی بر من بزنن، هر برچسبی به من میزنن، تزیه طلب، هر چی میخوان بگن. من یه استقلال طلبم و این جنگ همیشگی کردستان باید تموم بشه. این جنگ همیشگی که باید در بلوچستان هست باید تموم بشه. این عذرخواهی میکنم آقای منصور. من منظور دیگه ای نداشتم. منظورم این بود که شخصیت خودتون رو حفظ کنید نسبت به حرفی که به آقای مکران زدم. همچنین شما میگید ما
چی میگن آزادیخواه هستیم. آزادیخواه منظور تو اینه که شما میخواید کردستان جدای از ایران کشور مستقل دیگه بشه، یا مثلا آزادی رو میخواید همراه با ایران چیز کنید؟ نه من استقلال طلب گفتم، استقلال طلب نه آزادی خواه. من استقلال کردستان، ملیت‌های بلوچ، ملیت‌های الاهواز و ترکمن و ترک و آذری و همه رو میخوام استقلال داشته باشن. دیگه مرکزیتی به اسم ایران وجود نداره در آینده ما. شما نمیدونم دوست عزیز ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، قصد جسارت ندارم، ولی هیچ کدوم از دوستانی که اینجا هستن و افرادی که کلا توی ایران هستن، احتمالاً نمیدونم شما کجا هستید، ولی دوستانی که هستن، حتی ما بلوچ‌ها، حتی مثلا عرب‌ها، حتی دوستان کردی که بنده دارم و باشون در ارتباط هستم، حتی لرها، ترک‌ها، آذری‌ها، فارس‌ها و همه اقوام ایران، هیچ کدومشون مثلا این رو طلب نمی‌کنن که ایران هر قومش، هر منطقهش، هر استانش مستقلاً خودش کشور بشه، جدا بشه، تجزیه بشه. بنده تجزیه طلب می‌کنم و تجزیه شعیب داداش عزیزم یه دقیقه شعیب به هر نفر 3 تا 5 دقیقه وقت بده، هر چی دل تنگشون خواست بگن. ما مشکل سانسور نداریم، مگر اینکه توهین به فرد یا ملتی خط قرمز ماست. هر کی یه نظری سیاسی داره، چه استقلال طلبی باشه، چه آزادی خواهی باشه، چه فدرالیست باشه، چه نمیدونم تامید خواهی باشه، بذار بگه. ولی هدف ما از جمع شدن زیر این تیتر فقط بزرگداشت شهدای امروز زاهدان و بلوچستان و همچنین خبررسانی در این مورد و پیشنهاد و راهکارها برای اینکه این کشتار بولد بشه، برای اینکه این کشتار فراموش نشه و به گوش مردم ایران، مردم منطقه و مردم جهان برسه. اگه دوستان صحبتاشون رو روی این بخش متمرکز بکنند ممنون میشم. ما کشتار تمام مردم رو، کشتار مردمان نماز زائرین نمیدونم شیراز رو که چند روز پیش بودن، دیروز کشتار در کردستان بود، همه اینا محکومه، همه اینا توسط جمهوری اسلامی رخ میده. کشتار چند سال پیش ملت عرب رو، اهواز رو قتل عام کردن. چند سال پیش 3000 نفر رو در شیراز و در تهران و اصفهان کشتند. خرداد نمیدونم چه سالی بود یادم نیست، 3000 نفر رو در طول 3 روز کشتند. بنابراین این رژیم جانی است، همه جا رحم نمیکنه، خصوصا در مناطقی که مثل کردستان و بلوچستان که مردمش سنی متولد شدن، انتخاب دست خودشون نبوده، سنی متولد شدن و این رژیم از همون بعد به انقلاب یک خصومت خاصی رو نسبت به این دو منطقه داشت و نشون داد و قتل عام‌هایی از اوایل انقلاب انجام داد. در یک روز در زاهدان در سال 58 بود فکر میکنم، در یک روز بیش از 500 نفر رو اینا قتل عام کردن. 500 نفر رو. ناطق نوری هنوز کلیپش هست در یوتیوب، ایشون با افتخار میگه که من به نیروها دستور دادم که تا 500 نفر رو بدون مجوز نمیدونم دادستانی دادگاه بکشید، بیشتر خواستید بکشید، بیشتر از 500 تا دوباره به من زنگ بزنید. با افتخار و با خنده این عنوان میکنه. بنابراین اینا هیچ عبایی از کشتن بلوچ، کرد و حتی فارس هم ندارند برای حفظ نظامشون. برای اینها فقط نظامشون مطرحه. روی حساب الان اختلافات چیز سیستمای آینده رو اینجا ما نمیتونیم حل فصل بکنیم چه نوع سیستمی در آینده متمرکز بشه، یا اینکه ملت‌ها استقلال داشته باشند یا اینکه در این چارچوب مونن. این بحث
جاش اینجا نیست. خواهشاً آقای منصور شما صحبتون تموم شد یا میخوای ادامه بدید؟ لا مگه اجازه بدی صحبت بکنم، منو سرور نکردید. بفرمایید. من در کل ما باید از این ترس رو بشکنیم که به ما بگن تزیه طلب. من شاید دوستان نشناسه ولی آقای مهم سرخوش میدونن که من در بلوچستان زندگی کردم و مکانی بوده که من را برای بدترین مکان از ایران تبعید کردم. وقتی سرزمین تو تبعیدگاه بدترین مکانی که تو ایران هست میفرستن، تو چه دل خوشی به اون مرکزیت داری که مردم رو واسه اونجا میفرستن که زندگیشون بد باشه. من تو کپراشون، تو آلاچیقاشون، تو همه جاش خوابیدم، زندگی کردم و اینو میگم ایران اگه تهرانو نقدن برداره بیارن بلوچستان، هنوز بدهکار صدایان سال دیگه شون هستن. نمیدونم چرا میترسی بگی ما استقلال طلبیم، نمیدونم چرا از این میترسی که بگی ما هستیم، ما یه ملت جداییم از لباس، از فرهنگ، ما یه همسایه‌ای واسه ما ساختی که از رگ و ریشه ما بلوچستان بزرگ که زیر اشغالگر پاکستانه. شما از اینا نمیدونم چرا میگیم تو بلوچستان کسی نیست. جیش العدل شهید عبدالمالک ریگی فکر کنم استقلال طلب بودن، صحبت بدی بهشون گوش بدی. این ملت استقلال طلبن و شما اگه قرار به تأثیر برچسبی به کسای دیگه نزنه. تو کردستان حزب من 31 سال پیش تأسیس شده و از روز اولش تأسیس شده و اینو سؤال خودش کرده که ما این ترس رو میشکنیم که بهمون بگن تزیه طلب. آره ما تزیه طلب هستیم، ولی در این تزیه‌ای که هست استقلال و آزادی میهن منه، سرزمین منه و همینو برای کلا ملت‌های دیگه میخوایم و با چندین حزب بلوچ و عرب ما در ارتباطیم، در تماسیم، همکاریم که اونا همشون استقلال طلبن. پس منکر ملت خودت هم نشید، منکر این نشید که سرزمین شما قرار یه دولت بشه، بهترین موقعیت از دریا، از جاهای تفریحی داری. شما چی از تهران میخوای؟ آیا نفتش واسه شما میاد؟ چی از تهران که میاد که منتظر باشی که تهران به شما آبادی بده؟ تو سرزمین خودتو تا نداشته باشی، آزادی خودتو نداشته باشی، نمیتونی. من از 100 تا بلوچ 2 تاشون نمیتونه به زبون مادری خودش بنویسه. این مشکل شماست. دارن فرهنگتون و زبونتون رو میدوزن. وقتی زبونت مجبور شدی اینجا فارسی صحبت کنی، اون موقع است که یواش یواش باید لباست هم عوض کنی، اخلاقت هم عوض کنی، فرهنگت رو عوض کنی، به مثل بچه تهرانی بگردی، ولی ملیت چیزی به اسم بلوچ نمیذاری بمونه. خواهشاً این حاشیه سازی رو بذاری کنار. امروز روز استقلاله و این فریب این وعده های اتوبوس رایگان و نفت در خونه ها رو نخوری. این رضا شاه پالانی که اومد روز اول به اسم دموکراسی اومد، ولی اولین کاری که کرد سرزمین بلوچستان رو غارت کرد، از سران شما کشت. بعد اومد کردستان، بعد اومد آذربایجان، کشتار در آذربایجان و اعدام رهبران کرد سنکو شکاک و قاضی محمد شد. سر امروز خمینی هم همین جهاد و فرمان جهاد برای ملیت‌های بلوچ و کرد و عرب داده. اینو البته در اهواز هم بوده. شیخ حسن علی شما نمیدونم از چی میترسی. شما منتظر کی بیاد تهران؟ منتظر سلطنه بیاد همین موقعیت رو واسه شما درست میکنه. این هنوز در ویدیوش داره میگه من نمیدونم معنی زبون مادری چیست، تا من بخوام با زبون مادری اونا بدونم منظورشون چیه. اون امروز همون حرفای دقیقاً خمینی رو میزنه. من هیچ پستی، هیچ کاری نمیخوام بکنم، من هیچ چیزی نمیخوام، ولی اون دارم برنامه ریزی میکنم واسه تهران واسش. شما داری میگی ما ایرانی هستیم، به عنوان ایرانی داریم کار میکنیم. نه، من لکه ننگی بر پیشانیم بوده. پدرم یه شناسنامه واسه من به اسم ایرانی بودن گرفت. این لکه ننگو پدرم بر پیشانی من چسبونده. من هیچ وقت نه ایرانی هستم و نخواهم بود. یک کردم و کردستانی و سرزمین و مرزهای خودم رو میدونم کجاست و هیچ وقت خودم ایرانی نمیدونم. شما اون ترس رو از دلتون بشکنید، بذاری به من بگن تزیه طلب. آره من آزادی میهنمو میخوام، به ویرانی تمام دنیا باشه آزادی میهنمو میخوام. اگه میهنم آزاد نباشه میخوام کل دنیا نابود بشه. با تشکر.
با تشکر از شما آقای منصور، نظر خودتون رو گفتید. بنده مخالف استقلال شما نیستم، مخالف استقلال هیچ قومیتی نیستم. دوستان عزیز یه لحظه فرصت بدین، ما که شما رو باز میکنم. دوستانی که فکر میکنن بلوچ ترسی داره، اگه بلوچ ترسی داشت با دست خالی سینه سپر نمیکرد جلوی گلوله ها. ما فقط صرفاً تجزیه طلب نیستیم، ما نمیخوایم زیر سلطه کسی باشیم. در صورتی ما میخوایم مثلا استقلال داشته باشیم که کل ایران یک پارچه استقلال داشته باشه، یعنی هر قومیتی داخل این نقشه ایران هست بتونه مثلا هم حق خودش رو بگیره، هم آزادی بیان داشته باشه، آزادی تفکر و آزادی اندیشه داشته باشه. همه آزادی هایی که میتونه جامعه رو به یک سمتی ببره که انسان یا فرق نمیکنه چه بلوچ چه سایر قوم ها، حتی شما کرد ها، فکر نکنم کرد هم این طرز تفکر شما رو تایید کنه که بگید نه ما فقط آزادی میخوایم، ایران رو نمیخوایم، ما فقط میخوایم یک کشور مستقل بشیم، یه منطقه مستقل بشیم در کردستان. فکر نکنم اینجوری باشه. نظر شما هم متین هست، ما قصد جسارت به کسی رو نداریم. فقط میخواستم اینو بگم که شما میگید ترس، اگر ترسی هست از ماست نه در ما، چون سینه سپر کرده جلوی گلوله جنگی فقط بلوچه ها در این چند وقت اخیر، نمیگم سایر اقوام کاری نکردن، بله کردها، حتی فارس ها، حتی لور ها، عرب ها و سایر قومیت ها اعتراضات خودشون رو رسوندن به گوش جهانیان و انشاءالله ما امید داریم آزادی نزدیک هست، آزادی تمام ایران، نه فقط کردستان، نه فقط بلوچستان، آزادی تمام قومیت های ایران در قالب همین کشور ایرانی که هست و شاید گسترده تر. ما میخوایم آزادی کل ایران رو بر مقام بیاریم، نه آزادی فقط یک قومیت که کرد باشه، نه یک قومیت که بلوچ باشه. ما استقلال طلب این شکلی که شما میگید نیستیم، استقلال طلب هستیم، استقلال تمامیت ارضی ایران رو میخوایم. با تشکر از نظرات شما. دوستان بعدی که میخوان حرف بزنن، دوستانی که حرف زدن لطفا مایک نزنن، نوبت به سایر دوستان هم برسه. الان فکر کنم نوبت دوست عزیزمون یانار هست. بفرمایید یانار. خیلی ممنون که میکروفون دادید و البته مونیکا خانم صبر نکردن رفتند، ناراحت شده بودند. منم خواستم که همدردی خودمو با مردم بلوچ در این شرایط بحرانی، در این شرایط که قربانی هویت خواهی هستند، اینطور میتونم بگم، چون هنوز جنبش زنان ایران وارد بعضی از استانها کمتر شده و در ایران این جنبش زنان است، جنبش برای برابری زن و مرد است، جنبش برای پایان دادن به الله اکبر است. وقتی میگویند الله اکبر در خیابان، ما باید بگیم انسان اکبر. حقوق انسان بالاتر از الله است، حقوق انسان بالاتر از مسیح است، حقوق انسان بالاتر از مذهب بودایی و هندویی در هندوستان و تایلند است. بعد از اینکه انسان آزاد شد، طبیعتاً انسان بلوچ هم با انسان فارس و انسان ترک و انسان آذربایجانی و انسان کرد همه برابرند. اگر در ایران در چهارچوب مرزهاش انسان را برابر حساب کنند، اگر به بهانه حمایت از سلطنت نیایند انسانهای دیگر را ضعیف کنند، تحقیر کنند، بخواهند سلطنت طلبی را بر آنها تحمیل کنند، اگر انسان برابر باشد، اگر یک بلوچ با یک ترک، یک فارس برابر باشد، اگر مسخره نکنند لهجه مرا، اگر مسخره نکنند هویت یک کرد را، یک ترک را، یک عرب را، و اگر ترک تازی شعارش را ندهند، طبیعتاً چه دلیلی دارد ترک یا عرب دنبال استقلال باشند؟ اما اگر تصمیم ها در تهران گرفته شود
و اگر حقوق انسان ها پایمال شود، این انسان حتما باید برای آزادیش از زیر این قید و زنجیر قیام کند. در زمان زرتشتی ساسانیان چرا جنگ سلاسل هست، جنگ زنجیرها هست؟ چون اونقدر طبقاتی بود، اونقدر تحقیر کرده بودند که وقتی عرب حمله کرد، اینها سربازانشان را به پایشان زنجیر بستند تا از برابرشون فرار نکنند. و بعد وقتی عرب ها آمدند خود را سید خواندند، چه این سید خامنه‌ای باشد، چه این سید هاشمی باشد، چه این سید خمینی باشد، وقتی خود را سید خواندند، چه این سید محمد باشد، چه این سید حسین باشد، وقتی مردم را برده خود را سید خواندند، یعنی همون رفتار ابو سفیان ها و معاویه ها را در ایران تکرار کردند، طبیعتا مردم بر علیه سادات قیام کنند. امروز قیام بر علیه سادات است. این سید چه رنگ مردانه داشته باشد، چه رنگ سلطنتی داشته باشد، چه عمامه سفید داشته باشد، چه عمامه سیاه داشته باشد. خوش امیدوارم که این حرفهای من برای دوستان مسلمانمان باعث ناراحتی نباشد، چون حضرت محمد هیچ پسری نداشت که ازش ما ساداتی داشته باشیم، چون سادات یک چیز مردانه است. پس هرچه سادات است اینها سادات قلابی هستند. به خاطر این به این سادات اشاره کردم. از در فرهنگ عرب از طریق زنج سیدی سرایت نمی کند. پس چون محمد اولاد نوه پسری نداشت، همه اینها قلابیان، چه سید خامنه‌ای باشد و چه سید خمینی. خیلی ممنون. متشکرم آقای یالار. بفرمایید آقای مهم. نه مثلا دوستان جدید خوش اومدید. فکر میکنم نوبت عباسی فکر کنم اگه درست باشه. عباسی. سلام علیکم. سلام. علیکم سلام. خواستم کمال همدردی خودم رو به عنوان یک عرب با تمام برادران بلوچ خودم اعلام بکنم. خیلی سخته وقتی یک نظامی بتونه و دوباره بعد از اون چند هفته دوباره برگرده به انسان‌های بیگناه دیگری رو هم به این لیست کشتار خودش اضافه بکنه، چون در مغز و عقل اونها رو به عنوان در قانون نانوشتشون اونها رو به عنوان شهروند درجه 3 و یک کفش برای ذبح میدونن، برای آرام کردن و ترساندن باقی شهروندان بخوانند. این نه فقط یک فاشیست است، این یک نوع شاید از نجات پرستی هایی که در زمان بردهداری هم شاید بشه گفت نام برد، که ارزش یک انسان در نزد اونها فقط وسیله‌ای برای هشدار باشه، وسیله‌ای برای تسلی باشه. خواستم بگم که وقت اون نرسیده که برادران امروز خیلی زیبا هست این اتاق، برادران از تمام ملیت‌های ایران وجود دارند، هممون هستیم، نوع فکرمون، نوع نگرشمون از همه نوع هستیم، از همه نوع شکل و شاکله هستیم. وقتی اون نرسیده که ملل ایران بیان با هم دیگه متحد بشن و همیشه وقتی بخوان صحبتی بکنن، اتفاقی بیفته با هم دیگه به صورت هماهنگ یا اعتراض بکنن به صورت هماهنگ، اعتراضشون رو به باقی جهان برسونن که یک برگ برنده و سنگینی باشن برای اون گرایش های
هایی که متاسفانه باید بگم ایران شهری که توی این کشور وجود داره اعلام بکنند و این نشده که با هم دیگه متحد بشیم و یک نگاه مللی رو ایجاد بکنیم که تمام دنیا به تمام ایران بدونه که ملل ایران کفشی نیستن که هر موقع دلشون بخواد بتونن ذبحشون کنن. پس فرصتی که الان ایجاد شده به نظر من فرصت خوبی هست که بتونیم متحد بشیم که دیگر این قضایا دوباره تکرار نشه. با تشکر. ممنون جناب. آقای منصور صحبت کردن. آقای خسرو شما آماده ای؟ درود مجدد به همیهنان عزیز. ببینید دوستان عزیز، من عرض کردم من بچه خود شیرازم. اتفاقا خونه ما تا خود شاه چراغ پیاده شاید 20 دقیقه راهه. یعنی شاه چراغ دقیقا مرکز خود شیرازه. اگر شما هر ساعتی از روز یا شب بخواهد از روی که منطقه رد بشید غیر ممکنه ترافیک نباشه. شما 100 متر 200 متر راه رو باید نیم ساعت در ترافیک باشید تا بتونی رد بشید. پس غیر ممکنه کسی بخواد عملیات تروریستی انجام بده و بتونه راحت از اونجا خارج بشه. یکی هم درباره شاه چراغ من میگم، من خودم بچه اونجا هستم. اگه شما خواستی، چون یه دری 3 تا در اصل 2 تا در اصلی داره سمت خیابون، یه در فرعی هم داره که پشت شما. اگه خواستی اگه بخوای بری اصلا کاری به شاه چراغ نداشته باشه، علی در بری خب وارد بشی بخوای از در او بری بیرون که بری توی محله دیگه، اگه چاقوی چیزی که همراه باشه نمیتونه از در رد بشی، چون دم هر 3 تا در چند تا هر یه درش چند تا مأمور مسلح هست که بازرسی بدنیت میکنن. شما نمیتونه حتی با یه ناخونگیر رد بشی. یعنی اگه بخوای پشت شاه چراغ بخوای بهتون محله ولی با کل محله رو دور بزنید یا جیب خالی هیچ همراه نباشه که بتونه از شاه چراغ رد بشید. پس که میگن کار داعش و اینا اصلا غیر ممکنه، همچین چیز امکان نداره. دوستان مواظب باشین، اینا میخوان کاری بکنن که فرض کنیم مثلا یک امکانشه بزنن بگن بله چون زاهدان همچین اتفاق افتاده و معذرت میخوام سنی ها رو کشتن، بنابراین سنی ها اومدن به تلافی شیعه ها رو در شاه چراغ کشتن. مواظب باشین دوستان، اینا خیلی کثیف و پسن. و یکی هم این آقایی که الان به صحبت میکرد، آقایی که ادعای استقلال میکنیم، منم ترک هستم ولی ایران از وطن خودم میدونم. منم ترکم ولی میگم ایرانی هستم، این شخص نمیگم استقلال میخوام. شما الان دقیقا داری آقا ببخشید مایک یکی از دوستان باز اگه میشه لطف کنیم مایکتون ببندید. بایک صدا میاد. صدا از کجان عزیزم؟ هستم. بله سپاسگزارم. برادر من شما الان دقیقا داری به نفع این رژیم صحبت میکنی. الان در حال حاضر اصلا هیچ گونه امکان به دولت و این رژیم ندین که بیشینن صحبت بکنن بگن نگاه بکنید اینا بفهمید اینا تجزیه طلبن و ما حق داریم که میکشیمشون. همینطور که توی بلوچ داری کشتی میدی، من شیرازی هم دارم کشتی میدم. همینطور که توی کرد داری کشتی میدی، منم دارم کشتی میدم. من حاضرم بیام تو شهر توی کرد سینم سپر کنم و جلو توی هموطن خودم تیر بخورم، نه تو تیر بخوری. یا بلوچستان همینطور، فرقی نمیکنه. تو کم همینطور، عربای خوزستان همتون هموطن خودم میدونم. پس خواهش میکنم
آتو دست دشمن ما ندین، آتو دست این رژیم ندین. اینا خودشون اصلا ایرانی نیستن، اینا خودشون همشون شناسنامه‌شون نگاه بکنین زاده و معذرت میخوام زاده و گایده نجف هستن که من زن بگیرن حکومت میکنن. پس نداریم پای ایرانی. عرض دیگه ندارم. سپاس گذارم. بله ممنون. ما هم تسلیت عرض میکنیم به جانباختگان شیراز. برای انسان هستند و مطمئنیم که توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. در زاهدان اخبار هست که حتی بالگردها و پهپادهای انتحاری بالای مسجد مکی در حال پرواز هستند. مسجد مکی کاملا در محاصره نیروهای امنیتی هست و یکی از داخل به من پیام فرستادن که در بین این نیروهای مزدور نیروهای فاطمیون و زینبیون هم هستند. دوربر مسجد مکی رو احاطه کردند. در شهرهای دیگر بلوچستان از جمله سراوان ها و ساوخیم و زد خورد بین نیروهای امنیتی و معترضین رخ داده. دست تصاویر و فیلم هایی که به دست ما رسیده. بله نوبت آقای علی رضا یکتا. در خدمت شما هستم آقای یکتا. و همه دوستان عزیز، خوشحالم که اتاقی باز شده درباره بلوچستان. واقعا تبریک میگم که این کار انجام دادید. ببینید دوستان، بحث ما خوش آمدید به انقلاب. روزهای انقلاب، روزهای پایان نظام جمهوری اسلامی، چی ما بخوایم چی ما نخوایم. جمهوری اسلامی واپسین نفس‌هاش رو داره میکشه. حال میرسیم به بعد از جمهوری اسلامی کارش تمومه. جنبش سرتاسریه. 150 شهر از لایجان، رشت، لنگرود، آمل، نوشهر، مشهد، همه شهرها، کردستان، همه اومدن میدان دیگه. یعنی اومدن دوران سیاه قرون وسطی رو به پایان برسونن. یعنی پایان کار، آغاز جدیدی باید ما صحبت کنیم. برای این آغاز جدید چی میخوایم؟ چی نیروهایی با ما هستن؟ ببین واژه ها رو میشه به قول معروف کلمات واژه ها رو شست. یکی گفت قوم چیه، یکی گفت مثلا ملیت. ملت خودش واژه به قول معروف بار دینی داره. نمیدونم چقدر اهل کارشناسی هست. من شغلم معلمی بوده، دبیر بودم. پیروان یک دین رو میگن ملت. ما که نمیخوایم پیروان این دین یا اون دین باشیم. ما که نمیخوایم پیروان این قوم یا اون قوم باشیم. ما میخوایم وارد عصر مدرن بشیم. میخوایم جامعه دیگری بسازیم، نظام دیگری بیاریم که این نظام با نظام جهانی منطبق باشه. بنابراین در جستجوی ایجاد یک کشوری هستیم بر پایه فدراتیو که خود فدراتیو معنا و مفهوم اینه که تمرکز بر اصول قواعد دموکراسی، یعنی کشوری بسازیم که در اون قواعد دموکراسی حاکم باشه. ما تنها سکولار نمیخوایم، ما دموکرات هم میخوایم. وقتی میگیم سکولار و دموکرات، بار جدیدی پیش داده میشه. این بار جدید یعنی یک کشوری میخوایم بسازیم که این کشور از چارچوب قرون وسطی بیاد بیرون. این اون مفهوم اصلی رو میرسونه. بنابراین ضرورت داره که احزاب سیاسی در یک جبهه مشترک، کاری که هند کرد، کاری که آفریقای جنوبی کرد، کاری که جهان مدرن انجام داد. انقلاب فرانسه دیگه
سرلایه همه انقلابات جهان مدرن. یعنی چجوری باید این فضا را ایجاد کنیم. دوستی برگشته گفته که ما از اول گفتیم استقلال تا آخر میگیم استقلال. خب اون دیگه نمیتونه، اون هنوز تو دوران قرون وسطا زندگی میکنه، چون اروپا داره به سوی یک واحد متحد داره میره. آمریکا هم برای اینکه از دو پارچگی خلاص بشه یه جنگی رو راه افتاد که 4 میلیون آدم مردن. این تاریخ آمریکا رو بخونید. ولی آمریکا چیکار کرد؟ اومد از دو پارچگی خودش جلوگیری کرد، تبدیل شد به یک آمریکا باش قواعد دو فدراتیو. یعنی چاره ایران در اینه. اینجا تمنا و خواهش نیست. مرکز این جهان ایران، کشور ایران تهرانه. چی بخوایم چی نخوایم، مگه پایتخت عوض کنیم با توافق. ولی قانون اساسی باید نوشته بشه که این قانون اساسی منطبق بر حقوق بشر باشه. وقتی منطبق بر حقوق بشر باشه یعنی وارد جهان مدرن شدیم. حقوق بشر چی میگه؟ میگه هر ناحیه‌ای، هر ایالتی، هر طایفه‌ای، هر قومی، هر چی که نامشه بذاری حق داره همه اختیارات داشته باشه که دیگران دارن. چی اختیاراتی؟ شما در این حال که یک مجلس سرتاسری دارید، در هر منطقه حق دارید یعنی یه ایالت بقول یه مجلس محلی داشته باشید. این قانونمنده. شما حق دارید به زبان خودتون تحصیل کنید. این قانونمنده. جهان مدرن اینجوری صحبت میکنه. ولی میگه در چارچوب یک کشور. چرا؟ برای اینکه ببین عزیز من، اگر بلوچستان امروز بخواد بگه من میخوام مستقل بشم، من اصلا مخالف نیستم مستقل بشم، اصلا مسئله نیست، اصلا مسئله نیست. ولی راحتی و آسایش ملیت های گوناگون، حالا من اعتقادی به این کلمات ندارم دارم میگم، چون واژه‌هایی که باید دوباره ما اینا رو معنا کنیم. بهتره اینه که بگیم آقا ما چی میخوایم. وقتی بگیم ما چی میخوایم میتونیم به مفهوم مسئله برسیم. شما چی میخواید؟ شما سرزمینی میخواید که در اون سرزمین حقوق برابر با دیگر مردم اون سرزمین داشته باشه. حقوق برابر چی؟ حقوق برابر عبارت از آموزش به زبان مادری. حقوق برابر عبارت از این داشتن یک مجلس به قول منطقی. حالا ما منطقی رو دیگه نمیذاریم دینی یا قومی، چون چیزی اصلا کلمات بدیه. دینی یا قومی اصلا مفهوم نداره، مفهوم قرون وسطاییه، مفهوم مدرن شاید. در این مفهوم مدرن اگر بیارین میرسیم به همون چیزی که تو اروپاست. به همون چیزی که تو اروپاست. خارج از این به قول من تلاش بیهودی. حرف درستی زد دوست عزیزمون از شیراز صحبت کرد. آقا تو این 43 سال، تو این 100 سال از آغاز مشروطیت، از آغاز آمدن ایرانیان به عصر مدرن تلاش کردن 100 سال طول کشیده دیگه. انقلاب فرانسه هم 100 سال طول کشید، از لویی 14 تا لویی 16. برید بخونید. عذرخواهی میکنم شرمنده های علیرضا مختصر کنید حرف که دوستان بعدی هم برسن. شرمنده. حرف اصلی اینه که ما باید فکر کنیم که چه جهانی برای ایران تصمیم داریم بسازیم. در ساختن این جهان باید تلاش کنیم. زنده باشید. بله متشکرم. آقای منصور یه لحظه صبر کنید. با تشکر از دوستانی که نظریات خودشون ارائه میدن و دوستانی که اخباری دارن، اخبار جدید دارن، دوستان بلوچ‌های دوستان اخبار جدیدی از اعتراضات دارن میتونن در میون بذارن. و دوست بعدی که فکر کنم نوبتشون هست آیه عمران باشن اگه اشتباه نکنم. آیه عمران، آیه منصور ببخشید شما یه 2-3 بار مایک زدید، بفرمایید. مختصر فقط.
ممنون. من همیشه کوتاه میزنم. آیا علیرضا، آیا دبیر عزیزم، شما چطور معلم بودی؟ به کی درس داری که هنوز ملیت و قوم قاطی میکنی؟ هنوز ایران واسه ایران جهان میسازی، اون ایرانه و کشورها جهان میسازن. تو هنوز اینا رو نمیدونم چطور معلمی بودی و میخوای حقوق بشر. کدوم حقوق بشر؟ همین حقوق بشری که من در این اروپایی که هستم اسلحه میسازن میفروشن به داعش و به طالبان و به اینا. دوست عزیز بخشید شما دیگه نظر خودتون رو دادید، لطفاً وارد نظریات بقیه نشید. ایشون هم نظر خودشون رو ارائه دادن، متین هست نظریشون و سایر دوستان. دوست بعدی که نوبتشون هست به نظرم آقای عمران باشن. آقای عمران میتونید صحبت کنید، مایک دارین. آقای عمران. عرض سلام و ادب و احترام. آقای میکنم آقای عمران. آقای مکران لطفاً صبر کنید، به شما وقت داده میشه. آقای عمران بفرمایید. عرض سلام و احترام خدمت حضار محترم، چون کسانی که روی استیجن چه کسانی که پایینن. بله، ما نظرات مختلف دوستان رو گوش کردیم، از سخنان گوهربار دوستان استفاده کردیم. قبل از هر چیز من جا داره تسلیت عرض کنم جمعه خونین و به تمام قوم بلوچ و تمام ایران، در واقع تمام کسانی که هنوز وجدانشون بیداره، و جا داره هم تسلیتی عرض کنم به کسانی که جان خودشون رو در شاه چراغ از دست دادن. بله دوستان، درد بسیار است، وقت اندک، صحبتمو کوتاه میکنم. اجازه میدم کسانی دیگه هم هستن که صحبت بکنن، از نظراتشون استفاده بکنیم. بله، ما باید وقت رو در نظر بگیریم دوستان. ما اگر از نقض حقوق بشر حرف میزنیم، ما از نقض حقوق بشر حرف میزنیم. از حقوقی که حرف میزنیم، اون حقوق این است که تمام قومیت، تمام احزاب، تمام ملت ها را در بر بگیره. ما نمیتونیم بر حکومتی که همه چیز رو به تمام کسانی که من بلوچ، من جا داره که از کلمه ما استفاده کنم، ما بلوچ، که الان اگر حکومت امروز رو من مثال بزنم، همه چیز رو بر من بلوچ تحمیل میکنه. میگه زبان منو بخون، کاری که من میگم انجام بده. پس بنابراین من نمیتونم با این نظام همراستا باشم، همگیده باشم. ما بیشترین تاوان رو دادیم. من بلوچ درد بسیار دارم. من صحبت دیده دارم، صحبتم رو کوتاه میکنم، از نظرات بقیه دوستان گوش میکنم. ممنون از اینکه وقت رو در اختیار من گذاشتید. سپاسگزارم. با تشکر از آقای عمران، دوستان بعدی که نوبتشون هست به نظرم آقای عزیز نوبتش باشه. آقای عزیز مایک دارین شما؟ شما یک لحظه شما فکر کنم از بک‌گراند یا آهنگی بیاد خواهشاً تو این شما احترام این جمع داشته باشین، یک آهنگ رو یه ذره پایینش بیارین. شما مدیریتور هستین، باید به شکل مدیریتور این برنامه رو ببرید. آقای مکران احتمالا شما خصومت شخصی با آهنگ بنده چه ربطی به آهنگ بنده داره؟ آهنگ من تو تاکسی هم عزیز دلم نمیتونم یا به یارو بگم ضبطشو بکنه. من تو داخل تاکسی هم نمیتونم بگم ضبط تو بکن. زشته این چه حرفی شما داری میزنی؟ مدیریتور ظاهر بشید. دوست عزیز من، تو مسئولیت داری. عزیزم شما احتمالاً انجام بدید. من وظیفه‌مو درست انجام میدم. شعب شهریار لطفاً. آقای دادیار شما هستید؟ آقای دادیار بفرمایید صحبت بکنید. آقای دادیار. بله سپاسگزارم. درود بر شما، درود دارم خدمت
همه خانواده هایی که امروز نیز داغ دل شدند. خب چه کار باید کرد؟ اون چه که در شاه چراغ اتفاق افتاد مسلما کار به گفته مشهور فیلم دایی جان ناپل، اون کار انگلیس ها بود. و ملاها که به لحاظ ریشه، ملاهای شیعه به لحاظ ریشه‌ای و تاریخی ثابت شده که ساخته پرداخته انگلیسی ها در سیاست های گذشته ایران بودن و الحق کار انگلیسی ها و نمایندگانشون، یعنی ملاها از حادثه سینما ریکس گرفته تا بمب انداختن در رضای خراسان و این یکی و کشتارهای خاوران و ریختن اجساد در چاله ها، همه اینها کار ملاهاست. ملاها به دنبال جنگ میگردن. ملاها میخوان اون بلایی رو که در خیابانها براشون، اژدهایی که در خیابانهای ایران زاهدان به ویژه کردستان و زاهدان افتاده و مرکز تغییر حاکمیت سیاسی تهران و هر گوشش امروز میخواد از این خلاص بشه. حالا یا باید با پهپادهاش کردستان عراق رو بزنه، حزب دموکرات و کومله رو نابود بکنه که اونها رو تحریک بکنه به جنگ، یا در زاهدان میدونه که دو جوامع مسلح‌تر از هر جای ایرانن، یک کردستان، دو بلوچستان. هیچ حاکمیت سیاسی در طول تاریخ ایران نتوانسته این دو مردم رو خلع سلاح بکنه و دستگیر کردن حتی 3 نفر در بلوچستان برای یک حاکمیت بزرگ با 2 تا پادشاه عوض کردن تا 1336 که در واقع محمد رضا شاه حاکم میشه، از 1300 تا 1336 نتوانستن به مدت 14 سال 3 تا برادر رو دستگیر بکنن. تیمسار ژیان به عنوان فرمانده کل نیروهای ایران رو حتی فرستادن، کاری از پیش نبردن برای دستگیر کردن 3 برادر، فقط 3 برادر. حاکمیت بسیار بسیار تا دندان مسلح پادشاهی محمد رضا شاه با اون ابرقدرتیش. یه همچون چیزی اگر در بلوچستان راه بیفته، حاکمیت ملاها که هیچ 10 حاکمیت ملاها نخواهد توانست بلوچستان پراکنده رو در 3 شهرستان بخواد خلع سلاح بکنه یا بخوابونه. حادثه ایدگاه زاهدان هم یادشه که همه وزراشو کشوند اونجا. گروگانگیری بچه های حاجی بلوچ خان هم یادشه، هنگامی که 1-2 تا از زنهای بلوچستان رو دستگیر کرد، بچه های حاجی بلوچ خان جمعی از پاسدارا و خانواده‌هاشو برداشتن بردن پاکستان. یادشه به چه گوخوری افتاد. اینه که الان دقیقاً فقط به دنبال جنگ میگرده. الغریق و یتشبث به کل حشیش، به هر چیزی جنگ میزنه که جنگو بیاغازه. منفجر میکنه، قبر منفجر میکنه، امام رضا منفجر میکنه، چراغ منفجر میکنه که به یه جوری تحریک بکنه، بخوابونه این مسئله راه افتادن اژدهاهای ایران رو بخوابونه. چون میدونه که نفسگیر و بلای مرگش این تظاهرات های خیابانی است. این تظاهرات های خیابانی به کجا میرسه؟ به بند کردن همه مدارس ایران، به بند کردن شرکت نفت، به بند کردن به ویژه گاز ایران. امروز گاز ایران از برای مرگش، نه نفت حتی. به اون جا که رسید خب مرده دیگه. از کجا پول بیاره؟ حاکمیت ملاها با پول زنده است. پول که نداشته باشه پرداخت بکنه، مزدور بیاره، کارش ساخته است. و این اون چیزی است که به دنبالش میگرده. اما خوشبختانه نیروهای نسل امروزی ما پس از این 40 سال و حاکمیت سراسری اینترنت و رسانه‌های گروهی جهانی کسی رو دیگه در بیسوادی نگذاشته. امروز حتی دهقانای بلوچ با موبایل میرن بالای نخل، با موبایل میرن سر گردنه آب. دیگه کسی رو صدا نمیکنه آهای فلانی آبو ببند، فلانی اون چیزو از بالای نخل بده من. نه، با موبایل دارن کار میکنن.
اینه که ناآگاهی از جامعه رخت بربسته. نمیشه بلوچا رو تحریک کرد، نمیشه مسلح دستشون داد بعد بریزه آقا توی بلوچستان آقا جنگ است، بلوچستان میخواهد تجزیه بشود، ایرانی ها بریزید. حساسیت خوشبختانه مسئله تجزیه رو هم این خون ایرانی کرد ما، این دختر پاک بیگناه معصوم ما از بین برد. اصل تجزیه رو برای همیشه در ایران از بین برد، برای که حمایتی رو که مردم ایران سر تا سر، چه در داخل چه در خارج با لشکرهای 100,000 120,000 برای کردستانشون، برای دخترشون به پا خواستن. مسئله تجزیه تموم شد. حالا چه کار باید بکنه؟ دوباره میرم بلوچ میکشم؟ شاید مولوی یه فتوایی بده، اما مولوی های ما نیز امروز در دام آگاهی مردم اسیرند. نمیتوانند، ملاها نمیتوانند بر اثر مسائل دینی فقط حرکت بکنند، با مردمشون هستند. ملاهای ما هم اینو، مولوی های ما هم اینو فهمیدن و میدونن که جدا بودن از مردم همان و مرگ همان. لذا مولوی عبدالحمید هم گول اونا رو نمیخوره، هیچ فتوای قتلی نمیده. میریم روی تظاهرات های خیابانی، میریم روی بستن مدارس بلوچستان، میریم روی تعطیل کردن آموزگاران و نرفتن به مدرسه، میریم اونجا که بوروکراسی بلوچستان رو بخوابانیم. خوشبختانه حل مسئله زابلی و بلوچ که سالهای سال هم حاکمیت گذشته هم حاکمیت ملایان، در حاکمیت گذشته ما فقط مسئله زابلی و بلوچ داشتیم، دیگه مذهبی چندان نبود، مسجد سوزانی نداشتیم. حاکمیت ملاها اینو هم به وجود آورد. اما خوشبختانه این مسئله زابلی و بلوچ ها نیز نسل جوان زابلی، نسل بلوچ میدانند که فرزندان رادمان ماهوک، فرزندان یعقوبلت و رستمند. هر دوشون از یک پدر و مادر آفریده شدند. شهر سوخته، تمدن بزرگ این منطقه مال هر دوی اونهاست. فرزندان سرزمین سوخته با 8,000 سال تمدن و ملا سیدعلی نمیتونه گول بزنه، ما رو نمیتونه بکشه به پای اسلحه که بیاد بهانه بگیره. نه، ما این کارو نمیکنیم. میریم توی اعتصابات، میریم روی تحصن‌ها، میریم اون کاری رو میکنیم که امروز بچه‌های کرد، همون جور که تو 50 نفر از بزرگترین ارزشمندترین نیروهای حزب دموکرات کردستان در عراق زدی که شاید 2 تفنگ بزنن، نزدن. رفتی اشنویه رو کردش دیر یاسین، بازم دیدی نشد. تو بلوچستان هم نمیتونی، نه با اون 110 نفر 120 نفر و نه با این چند نفر. بلوچستان دست به اسلحه امروز نمیبره، مگر اینکه همه ملت ایران یک روزی با همین فرمان به پا بخیزن، ولی تک تک این کار رو نخواهند کرد. میریم اژدهاهای مرگ تو رو در همه خیابانها، در چابهار، در سراوان، در زاهدان، در هر جا، در زابل، در سیستان، در همه شهرها بگردانیم. ناکاوتت میکنیم ملا، دست به اسلحه نمیبریم، میریم اژدهاهای خیابانی رو بر علیهت میشوریم. بسیار سپاسگزارم. متشکرم از شما. آقای سیاوش فکر کنم نوبت شما باشه، بفرمایید. سلام، درود عزیزان همه حضار. منم واقعا نمیدونم دیگه چی بگم. وقتی صحنه کشته شدن این کودک 12 ساله بلوچ رو دیدیم، واقعا نمیدونم باید تسلیت بگم، چه کاری باید کرد. هم خشم، هم اندوه، هم گریه است، هم بغض، هم کینه است. واقعا همه چی الان با هم دیگه تداخل پیدا کرده و یه شرایطی الان به وجود اومده که فکر میکنم بیش از پیش ما باید متحد باشیم. متحد نه فقط به این که فقط بخوایم صحبتش کنیم، اتحاد باید در عمل هم، یعنی در صحبت هایی هم که میشه، مخصوصا الانی که این بچه ها تو کف خیابون هم، من فکر نمی‌کنم الان بحث این باشه که اونی که توی خیابون جلوی این نیروهای سرکوبگر ایستاده بگه آقا شما بلوچی، کردی، بچه تهرانی، شیرازی، اصفهانی، یزدی. همونطور که دوستان گفتن همه جای ایران الان در آتش و خون بلوچستان مظلوم هم که خب بالاخره فقط امروز و دیروز و پیروز نبوده، سال هاست از بعد ورود این خمینی
دجال این بدبختی ها شروع شد. من الان در میدان ترافالگار در لندن هستم و ما اینجا یک تحسن داریم که امروز نهمین روزی که شبانه روزی شده. خب از اول این قیام یا بهتر بگیم انقلاب تظاهرات ها صورت گرفت، ولی 9 روز گذشته، 9 شبانه روز گذشته این تحسن شبانه روزی شده و ما اینجا در این میدان هستیم. صدای مردم ایران، انعکاسات خیلی زیاده چون اینجا وسط شهر هستش و خیلی شلوغه، یعنی جایی که همیشه شبانه روزی مملو از جمعیته و افرادی که مراجعه میکنن خب شهروندان بریتانیایی هستن اکثرشون و اینها همه ابراز همدردی میکنن با مردم ایران، اخبار رو دقیق دارن، خیلی نگرانن. من دیروز با یه خانومی صحبت میکردم، خانوم که چه یه دختر جوانی بود و زار گریه میکرد، بغض داشت و برای من تعجب آور بود که چجوری یک شهروند بریتانیایی اینقدر دردمند شده و میگه وقتی صحنه‌های ایران رو میبینم، این بچه‌ها، این جوونا، ما اینجا هم که هستیم، خب عکس همه شهدا رو تا اونجایی که مقدور بوده بچه‌ها بزرگ چاپ کردن و چیدن. خب آدما میان رد میشن تحت تاثیر این هستن، مخصوصا زنان رو، دختران شجاع رو چقدر تحسین میکنن. و یه خانم دیگه بود اصلا میگه من دارم از اینا انگیزه میگیرم، از این قیام مردم ایران، از این زنان شجاع. و خب این کاری که از دست ما برمیاد، فشار گذاشتن روی همین دولت انگلستان که آقا این لانه‌های جاسوسی این رژیم رو ببندین دیگه، بس 43 سال که دیدیم. شما از نگاه کنید از همون بعد به ورود این نظام، همونطور که گفتم، خب از کردستان شروع شد، بلوچستان شروع شد، اعدام‌ها شروع شد، 67 30,000 تا از همین بچهای آب و خاک، بلوچ، کرد، گیلک، آذری، عرب، خب همینا بودن که در سال 67 هم 30,000 تا سربهدار شدن. ولی خب متاسفانه اون زمان نبود، فضای مجازی نبود و این رسانه‌های معلوم الحال هم که از اون آیت الله BBC که حالا اون زمان بود، الان هم که این من و تو لعنتی این ایران اینترنشنال اضافه شده که میخواد همه این خونای پاک این بچه‌ها رو که همه به دنبال آزادی هستن، همه به دنبال دموکراسی هستن، فراتر از اون که این حزب و اون گروه و این جناح، خب این بچه‌های کف خیابون همشون دنبال اون حق و حقوق خودشون هستن. و یک سری بحثایی که ما بخوایم از الان، البته من نظر شخصی میخوام از بزرگترای این اتاق که بخوایم از الان واسه مردم بخوایم نسخه بپیچیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم، اونا تو کف خیابون هستن. و یک سری بحثا که آقا دین چی بشه، دینو از بین ببریم، نمیدونم جدا بشیم، استقلال پیدا کنیم، نشیم، همه اینا موضوعی که شما اول بتونید جنایتکاران رو، خون این بچهای بلوچ رو ذخیره کنید. بچه 12 ساله چه گناهی داره؟ شما نگاه کنید به ویدیوش توی فضای مجازی، الان نمیدونم دوستان دیدن یا نه، مغزش متلاشی شده. آخه خب الان چه وضعیه، چه صحبتی در این مورد؟ باید ببینیم چجوری میتونیم متحد بشیم، همدل همصدا. یک دشمن داریم، دشمن اصلی انسانیت، کرامت انسانی که دوستان بهش اشاره کردن الان داره زیر گلوله و زیر قضاوت این جنایتکارا. پس ما اول باید بتونیم این دزد رو، این جنایتکار رو، این قوم وحشی رو از این مملکت بندازیم بیرون، چون اینا نه دین دارن نه ایمون دارن. اینا اصلا براشون شیعه و سنی و زرتشتی این چیزا مسئلهشون نیست. یه مش بیزینسمن مفخور دزدن که زیر اون لباس و اون عبا دارن به دزدیاشون ادامه میدن. مگه همین جنتی به پسر خودش رحم که مگه اون آخوند گیلانی بچه خودش رو دستور نداد که اعدام بشه؟ همین جنتی که ما بهش میخندیم، مردی که فسیل، خب این یک جنایتکاری که بچه خودش رحم نکرد. شما ببینید دیگه چقدر اینا جاه و مقام برای اینا ارزش داره که به فرزندان خودشون رحم نمیکنن. از اون طرف به خاطر یک ذره تار موی دخترای ما با چوب و چماق به جونشون میافتن. از این طرف بچه‌های خودشون. تو همین لندنی که من چندین بار اینا رو افشا کردم، دیدمشون توی مرکز لندن چه کثافت کاری میکنن، بهترین سرمایه دارن، بهترین ماشینا دارن، هیچ دغدغه‌ای برای اینا نیست. خب ما الان مهم اینه که بتونیم خون این بچه‌ها رو، خون این فرزندان این مملکت رو، هر کجا اینجا هستن، هر کجا ایران هستن، بتونیم ذخیره کنیم و
به امید خدا این اتحاد که این انقلابی که ادامه داره، این انقلاب نوین مردم ایران بیاد و دیگه ما بتونیم از 2 تا دیکتاتوری شاه و شیخ برای اولین بار بتونیم رها بشیم و یک دموکراسی برگزار بشه. طرف نیاد ایران ارث پدری کسی نیست و باید بتونن همه احزاب، همه باورها، حتی اون کسی که باورش نمیدونه آقا طرف دوست داره یک حزبی بزنه بگه ما حزب میخ پرستانیم، هر چی، باید اجازه فعالیت در کشورش داشته باشه، حق و حقوق اون مردم داده بشه و تنها چیزی که میتونه اون رو تضمین کنه دموکراسی و باید البته همه عزیزان به هوش هستن. باز دوباره غربی‌ها به دنبال منافع خودشون هستن، اینا هم دوست دارن که اون دست نشاندهای خودشونو که قبل از این حداقل 120 سال گذشته شما نگاه کنید با ستارخان چه کردن، با باقرخان چه کردن، با رئیس علی دلواری چه کردن، با مریم بختیاری چه کردن، با میرزا کوچکخان چه کردن، با آزادی خانه ایران چه کردن. اینا الان هم بعدشون نمیاد که بخوام با دوره انقلاب به سرقت بره که البته مردم ایران آگاه هستن و ما الان یک دشمن مشخصی داریم، یک دشمن مشترک داریم که امید خدا با اتحاد به کوری چشم هر کسی که نمیخواد این اتحاد رو ببینه، من هم بلوچم، هم کردم، هم لورم، هم بختیاریم، همه جای ایران سرای ماست و بذاریم به دنیا ثابت کنیم بفهمن که ما یک ملت یک پارچه متحدی هستیم و یک سری بحث‌های الکی الان به نظر من جاش نیست. بازم ممنونم از شما، آرزوی موفقیت میکنم برای همه هموطنان، مخصوصا اونایی که توی کف خیابون هستن و دارن در جایگاه ایران برای حق و حقوق و کرامت انسانی خودشون مبارزه میکنن. ممنونم، گوش میدم. درود بر شما آقای سیاوش، خیلی ممنون. آقای محمد فکر کنم نوبت شما باشه. صدای من میاد؟ سلام خدمت عزیزان محترم. صدای من میاد؟ الو، صدای من میاد؟ بله صداشون هست. بله آقای محمد. تشکر میکنم از اعضای این روم که اول تسلیت میگم به مردم عزیز بلوچستان و این ظاهره رو تسلیت میگم و فاجعه رو عرضم به خدمت. من خیلی خوشحالم که در این روم هم همشهری های خودم خوزستانی ها هستن، هم بلوچ ها هستن، هم آذری ها هستن، هم گیلانی ها هستن و هم کرد ها هستن. خیلی خوشحالم. چند تا پیشنهاد داشتم. یک از همین عزیزانی که الان بالا هستن، آقا توفیق هست و دوستان دیگه، آقای عزیزی هم هستن و شما ها، یه غیر از این یه روم تشکیل بشه که این مجموعه این اقوام با هم باشن و اون خواسته های به حساب حالا اقوام، ملیت، مردم، هرچی خدا شما میگید من نمیذارم ترادف داره، اینا مترادف از حالا هرچی معنای خودتون میدونید. آقای محمد صدای شما نمیاد عزیزم. بفرستید پایین دوباره بیایید بالا. بفرستید پایین دوباره بیایید بالا. بله صداتون میاد الان، بفرمایید. آره. پیشنهاد دوم من آقای عزیزی پیام گذاشتم، برای دکتر بلوچ هم گذاشتم. میخواستم خانم فریبا بلوچ پیدا کنم. برای چی میخواستم اینو پیدا کنم؟ اگر دوستان اینجا که هستن، دوستان بلوچ من هستن، لطفاً اگر این خانواده های کشته شده، شهید شده، کارت چیز داشته باشن، کارت ارزم به خدمت شما مال خودپرداز داشته باشن، اونایی که اطمینان داره که به دستشون میرسه اگر بشه به من برسونم. من تلفن واتساپم هست 2098 912 1090 293 که با همکاری برخی از دوستان بشه مستقیم. و اینا میدونید خانواده های بلوچ که چه ستم مضاعف اینا دارن، هم یک ستم مضاعف
که حقشون خورده میشه. بنده هم قبل از انقلاب رفتم بلوچستان، از سفری کردم از زاهدان به چهار، یعنی میخواستیم این آقایان تبعیدی رو ببینیم. رفتیم اونجا و شهرها رو دیدم از نزدیک. بعد از انقلاب هم رفتم بازم زاهدان. در دو دوره این زاهدان مورد ستم هستش و چرا اینا رو فکر میکنن که بلوچستان جای به حساب میگن درخت خشک کاری انجام نمیدم. عرضم به من دنباله صحبت دوست عزیزم آقا عزیز رو میگیرم. سخنان اینا بسیار به جا و واقعا درسته. نگاه کنید عزیزان من، الان من یه پیشنهاد دیگه هم دارم که این همین دوستانی که آقا شعیب هستن، آقای چیز هستن، این جریان این خون بلوچستان رو باید برجسته کنید. یه اتاق بزنید مرتب آمار اخبار و بلوچستان رو بدید. الان ما این خالی میبینیم در این اولین اتاق رو من دیدم، یاد قبلا شاید دیده باشد من ندیدم. لطفا این اتاق رو انجام بدید، خودتون هم کمتر صحبت کنید. که اما نگاه کنید، من دنباله صحبت آقا عزیز، آیا سابقه بقول دوستمون الان احزاب کردستان 100 سال مبارزه مسلحانه میکنن، بلوچ‌ها هم از زمان اسکندر داشتن. الان بهتر از من تو میدونن که چرا الان دست به اسلحه نبرن. دست این حکومت خوندن، میدونن چطوریه. ولی اما روز اومد در تهران یک پادگان رو گرفتن، دیگه این دیگه چی میشه؟ بلوچ و کرد و اینا همه. و نگاه کنین الان احزاب کردستان میگن، بلوچ ها میگن و جای دیگه میگه ما استخون در گلو داریم. فشار اونچنانی به ما میاد ولی میدونیم دست حکومت چیه. من یه ارجای دیگه میدم به شما، به کردهای کردستان. خواستم میرم که این کردهای کردستان قبل از اینکه انقلابشون بشه اینا اصلا گفتن ما استقلالی میخوایم، حرفی نزدن. گفتن اول ما صدام به نیروهای خودشون رو طبق احزاب سازماندهی کردن، متشکل کردن، اومدن دست برتر گرفتن. حالا دوست از اون منصور از همین الان هوادارا خودشو متشکل کنه، درست کنه برای آینده. الان نگاه کن، هدف عوضی نریم. این صحبت ها هدف عوضیه. تو این حکومت باشه، نه استقلال به تو میده، نه به ما میده، نه به این. یک روز ماندن این حکومت به ضرر تمام ایرانیان، اقتصادی سیاسیش. شما منصور عقیدت محترم برای خودت باشه، اشکال نداره. از الان دیگه یه تشکلی درست کن، قوی کن خودتو. فردا روزی که انقلاب شد بتونی این رو عرضه کنی. اینم که خدمت عزیزان عرض کردم که من این دو مورد رو و نگاه کنید. الان مولوی به هر حال میتونید به جریان سنتی مذهبی در وجود داره. اینا ما باید یه اصل ثابت بگیم دوستان عزیز، بگیم که به هیچ عنوان در آینده حکومت دین شرکت نکنه. دیگه آقا میخواست سید باشه، غیر ابزار عدس این گرفتی، ابزار حکومت که این میخواد وارد قدرت بشه. که هیچ ایدئولوژی رو ما آینده تک ایدئولوژی نباید در حکومت بریم. من خودم موافق فدرالیسم هستم، مقاله بسیار هستم، مطالعه بسیار. و الان دوستان عزیز تو این نگاه کن 200 سال اخیر تاریخ رو بره بخونید، هیچ وقت ملت ها تعزیه نکردن. از اول هر چی بوده از زمان 200 سال دولت ها بودن. هیرمند رو دادم به ایراکی، داد رضا شاه داد،
آرارات رو کی داد؟ رضا شاه داد. کی داد؟ محمد رضا شاه داد. اینا همه تجزیه های هر وقت که شما در یک جایی همین سه اصله زن، زندگی، آزادی، این کاملترین مترقیترین شعار داشته باشی، رفاه کامل داشته باشی، آزادی کامل داشته باشی، در منطقه خود بخوای انجام بدی. مگه نه مردم کردستان گفتن ما استقلال میخوایم، ولی هر وقت مدن شرایط نیست تعلیقش کردن دیگه. تعلیق کردن دیگه. اینی که به نظر من الان همه چی داره در اقلیم کردستان. یه دولته. الان سفارتخونه ها هستن اونجا، کنسولگری ها هستن اونجا، خودشون دولت دارن، خودشون مسئول دارن، انتخابات دارن. شما الان تو کشور مدرن دوران که دوستمون گفت فردا روزی بود آقا ملت اینجا بس ایرانی زبانان ایران، افغانستان یا هر کی جاها اینا مثل یه شینگن تشکیل بدن، شینگنی تشکیل بدن با هم دیگه. حالا اگر یه زمانش یه کاری که بخواید بشه دوستان از بستر بخواد، باشه پس از دوستان خواهش میکنم هر وقت یه تایید عنوان میشه تحت عنوان کشتار بلوچستان جمعه کنیم، حاشیه بریم روی این هدف که نتیجه بگیریم. اگه میخواید درباره استقلال صحبت کنیم، خب بگه آقا جون بیاد یه اتاقی بزنیم تحت عنوان استقلال، بعد اونجا صحبت کنیم. پس لطفا این پیشنهادهای منو و اون خانواده ها رو اگر تلفن ما یه بار دیگه میگن 2098 912 1090 293 2098 912 1090 293. اگر مستقیم من میشناسن کسایی که کارتشونو برای بنده بفرستم، منم خودم نمیتونم، پولی ندارم من که بعد اندازه من معلم بازنشسته هستم، ولی از دوستانی هستم به هر حال به راه‌های مختلف که امن باشه برای اینا بتونیم پول بفرستیم. چون چندین نفر به من خواستن گفتن آقا ما نداریم آدرس شما، تلفن اینا نه، چون این خانواده ها میدونید اینا رو تو مشکل و فقر نگاه دارن. الان در بلوچستان خونه‌های کپری هستش. چقدر گزارش اومد از بلوچستان که اینا هستش. امیدوارم که ایران آزاد درست بشه و خواهد شد و حق و حقوق هر ملیت، قومیت، هر چی شما بخواد به دست بیاد. و این پیشنهادی که این خدمتتون هم گفتم که ما این دوستانی که از قومیت آقا توفیق از شما هست و بچه‌های آذری و کرد، اینا هم یه اتاق تشکیل بدید تحت چی؟ حقوق اقوام یا هر چی دیگه اسمی بذارید که به حساب روش نداشه، ولی خود بلوچستان هم حتما یه اتاق داشته باشه. خیلی ممنون. حق نگهدار همین. امیدوارم که سالم و تندرست باشیم. ما آخر روز همه اینها به دادگاه ملت میان و در اونجا محاکمه خواهند شد. لطفاً اینا رو شناسایی کنید، حتما شناسایی کنید، اینا رو عکس، مدارک، اینا رو شناسایی کنید که فردا روز اینا میان. با یکی از دوستان ما میگفت الان دارن اینا با اداره ثبت احوال اسناد این دارن دیگه، میرن اسم عوض میکنن، مثل همین آقای نوری که اومد به اسم خود نوری که نیومده بود، با یه اسم دیگه اومده بود. اینا میرن اسمشون رو عوض میکنن، ریشاشون رو میتراشن، حتی رنگ میزنن این آخوندا، چون کارشون همینه دیگه. بعد اینا رو شناسایی کنیم برای آینده لازمه، گرچه انقدر منابع شناسایی شدن. تشکر. امیدوارم مالم اتلس و تشکر از دوستان بیجا هست. خیلی متشکرم آقای محمد. استفاده کردیم از فرمایشات شما. شما یه سیکرت به بنده بدید در مورد اون موضوعی که گفتید. بررسی خواهد شد و بیشتر باید این بحث رو با هم ادامه بدیم. اینجا وقت نیست. شرمنده شما هم شدیم.
دوستان بعدی که نوبتشونه، بعضی هم دارن مایک میزنن. یه 30 ثانیه فرصت دارید آقای عزیز، بفرمایید چون دوستان بعدی منتظرم. بفرمایید. شعیب جان، من فقط تقاضا میکنم اگر مایک فری شد، آزاد شد، یه نوبت دیگه به من بده. هر وقت مایکت آزاد شد سر فرصت. مرسی. صدا من شنیدی؟ بله صداتون رو شنیدم. مرسی. آیه کریم مایک ندارن احتمالاً. آیه داریوش نوبت شماست، اگه نظری دارید بفرمایید. ممنون، سپاسگزارم. جناب آقای عزیز، بخشی از صحبت‌هایی که من می‌خواستم عنوان کنم رو عنوان کردن. اگه بخوام ورود کنم به اون مبحث، تکرار مکررات خواهد شد. من باز هم تسلیت عرض می‌کنم تمام صدای شما ملل دیگر ساکن در جغرافیای ایران، مشتاقی رو که در زاهدان شاهد اون هستیم. یک موضوعی خدمت اون دوست عزیز کردمون اینجا که در الان صدام خوب هست آقای شعیب؟ بله الان صداتون میاد، بفرمایید. دوستان صدای بنده هست یا نه؟ بله عرض کردم صداتون هست، بفرمایید. خواهش میکنم. عرض کردم که آقای عزیز بخشی از صحبت‌هایی که من می‌خواستم عنوان کنم رو عنوان کردن. تکرار مکررات عنوان کردند. بله، و خدمت دوست عزیز کردمون که اینجا در مورد استقلال صحبت کردن، من نظر شخصی خودم این هست، حتی اگر امروز در مورد کردستان تمامی استان‌های کردنشین از ایران تا ماکو مردم خواهان استقلال باشند و نیروهای جمهوری اسلامی هم از استان‌های مثلا کردنشین یا بلوچستان یا هر نقطه‌ای از ایران خروج کنند و این حق رو به این ملت‌ها بدن برای استقلال، فکر نمی‌کنم 5 عضو دائم شورای امنیت یا قدرت‌های جهانی که ذی‌نفع هستند در خاورمیانه استقلال این ملت‌ها رو به رسمیت بشناسن. اون یک موضوع، چون موضوع استقلال گرفتن ملت‌ها یک موضوع بسیار پیچیده است که ورود پیدا نمی‌کنم به اون بس. و در مورد حقوق